ما در گروپ 25 بیو. و علیکم السلام. بفرمایید برادر. آقا حسین جان یک چند پیشنهاد داشتم. خب پیشنهاد اولی من همینه که مردم تاجیکستان خلق تاجیک گفتنیم که برادرها التماس کدامی که تماشا میکنین همین مخالفا را اولش بدرین یک تا لایک یک تا کامنتار یکم همین کدام انسانی که درآمد یک پیغام بگه به رحمانو استعفا رحمانو ظلم بس است. بعد روز دل کرده هم بگیره. شما چی گفتنین آقای حسین؟ نه گفتنی من راستی فقط همین گفتنی هستم که اگر امروز اگر که همین چیزا رو اگر پیشنهاد نکنن، همین چیزا رو اگر نگن، خیلی بگن فکر کنن که ما را غم میتین. 5 سال بعد اگر همین رژیم باشه، همین گپا را بگن، اون وقت غم نمیداده باشه. چی وقت یک رژیم استبدادی غم نمیتیه؟ 5 سال پیش هم اگر گپ بزنی غم میداد، 5 سال بعد گذشت، امروز اگر گپ زنی غم میتیه، 5 سال بعد هم اگر گپ زنی بازم غم میتیه. پس ما بر وقترک باید شروع بکنیم در این گپا. این گپا باید در ذهن مردم جا شوه و مردم باید آهسته آهسته از اون ترس و هوال ببراید. و یگانه چیزی که ما شما را پیروز میکنه چیه؟ خب بیا برادر التماس مرا قبول کن. سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم السلام. هم یک خواهش داشتم مقصد رنگ الکسی ناوالی نیکو روسیه بود مقصد نو قبلنش برای چی رنگ هم یا خدمون نمیشیم در مقصد برای چی نگو یک سخن گفت 23 فوریه گفت همه اکسیا میشوه همه روز در برآمد. برای چی خمو یک روز تعیین نمیکنیم که تاجیکستان در آخر مثل روسیه شوم همه کسا همون رفتن در کار. اون آدم خیلی زحمت کشید که تا که مردم برای این روز آماده کرده. ما بگم که فردا باید که 10,000 نفر باید با چهره آشکار گپ زنند. خودت آماده که با چهره آشکار گپ زنی؟ ما همه وقت آماده هستم اکاول. این مقصد که عمل کردن در کار. دور نره برادر دور نریم. مادامی که شما نوالی مثال میارید، نوالی 20 سال بگیم که این مرحله ها را گذشت. ما الان خدا را شکر که او قدر وقت نشده است، یک 5 سال 6 سال شد که با مردم بگیم سر و کار داریم و فرهنگ سیاسی مردم بالا بردیم و از همه خاطر امروز مردم شما و دیگر برادرها روز تا روز رفته این رحمانوف شناخته شدن. پس این وقت کار داره. در طول 28 ساله که رحمانوف زنبیر وارد کرد مردم، این بگیم که جزیره کردگی های مردم که در مغز سری مردم جا کردگی، اینا رو باید ما کم کم باید پاک بکنیم. مردم باید که رحمانوف اصلی رحمانوف چهره رحمانوف در مردم شناس کنیم. بعد مردم بگیم تصمیم نهاییشان بگیرن. الان مردم حالی آماده نیستن که با چهره آشکار در مقابل ظالم گپ زنن. حالی که جا برسه به اورسی که ما بگیم مردم فلان روز باید ما بخیزیم. مردم آماده این چیز نیست. اون وقتی که مردم تصمیم گرفت، برادر شهاب‌الدین بدلوف گرفتن بگیم بردن، این امروز در تاجیکستان در داخل زندان است. آیا در جای مثلا یگان نفر پیدا شد از همه کسایی که میگن که باید یگان روز رو تعیین کنیم؟ خودت آماده بودی که از اون انسان حمایت بکنی و یا که هر مخالفی که باشه؟ همه وقتی که معین کنه همه وقت ما وقت و تیارم مقصد و درست هست. ما یک برادر بسیار بعضی وقتا این خیلی شوخی میکردم، میگفتم که چه وقت با چهره آشکار میبرم اگر مقابل این ظالم گپ زنی، حالی نصیب باشم میبرم، حالی نصیب باشم میبرم. بعد من یک 3 سال پیش شده، بعد میگفتم که برادر تو من میدونم کی میبرای، همون وقتی که 1 میلیون آدم میخزه اون وقت میبرای، اون وقت دیگه خطری نیست. الان است امروز همون خطری که بگیم که بالای ما میآید و بالای شما میآید الان است. برای همین خاطر برادر باید مردم خوب آماده باشن. 10,000 عبد مهاجرم تاجیکستان ندم. خیلی مقصد خونه را فروختم، مقصد جان ما خریدم، نکی خرید حقم چی کارو کردن، نکی خرید صاحب خونه انشالله میشم میرم خرید حقی بودم که حقی ما کردن خونه را فروختم
جان ما خریدم سومو ما گرفتن $6,000 خونه را فروختم جان ما خریدم که در خونگاه بود سال 2016 15 و 16 که خیلی توزیع را موجیرم توکلشون با خدا هم آرزوی دارم که امروز معلوم شود که رفتن در کار هم خیلی رنگ مثل الکسی ناوالنی رفتن در ببینین ما هم آرزوی داریم که همون روز مردم بخیزن ما هم آرزوی همون چیز داریم فهمیدی اما با آرزو کردن این نمیشه و ما برای خاطری که این آرزو را به یک میدان عمل عوض بکنیم و تبدیل بکنیم مردم باید با مردم سرکار کرد با مردم بگیم که در دادگیری باشه باید با مردم کار کردن در کار است که مردم اون مغز مردم باید ما آماده بکنیم الان بسیار کسایی هستن که شاید همسایه‌ها تو را قبول ندارن میگه که اگر بچه هم 100% تنجای خیلی رزق از جانب الله این در پیشانی تقدیرت نوشته است حتی همسایه‌ها این چیز قبول نمیکنن حتی اون کسایی که دیدن که تو یک مظلوم جبر دیده حتی این چیز قبول نمیکنن اونا رو باید قانع کردن در کار از همین خاطر برادر درست از پیشنهاد شما هم قابل قبول است اما باید با مردم کار کردن و مو بیزار افتماد شنانی افتماد کمون مو بیزار پروسا خیزن بعد هم گفتن در کار نایسون داکیو را بگیریم پیچاتور رنگ مثل همی او را بگیریم اوزون کردن در کار وقتی که مردم گوش میکنم کای میخیزیم بریم ایرا بیریم چپا کنیم ای بچه یگون دیوار نیست که چپش کنی تمام اون آدم نیرو داره اون آدم پول داره اون آدم در مابین مردم زحمت کشیده ایستاده است او کوشش داره که شما را باز دوباره از ما دور بکنه او آدم این خیلی بگیم به آسانی نمیره آزادی بگیم یک چیزی به پول مفتکی نیست که یک آدم برای ما بتیان او را بگیریم چپا کنیم برای او را چپا کردن ما و شما باید زحمت بکشیم ما باید این زبطا را در داخل تاجیکستان روان کنیم که مردم بفهمند که ما چی میگیم ما کی ها هستیم معرفی کنیم خودمون ما را امروز در داخل تاجیکستان ما و شما را ولی مثلا تو را که من ندیدم نمیدونم تو کی هستی اما تو را امروز اگر گپ زنی فردا در داخل تاجیکستان تو را تروریست اعلام میکنن از همین خاطر باید این ایدئولوژی را در داخل وطن در ذهن‌های مردم باید ما جا کنیم بفهمونیم که ای مردم ما نه تروریستیم نه اکستریمیستیم ما اون چیزی که میخواهیم به خیر خوبی شما هستک به آینده مردم هستک روستنگو اوجه برای ما یا پیام دیگه دارم با تمام هم در التماس در ادنا کلاسی برادرها و خواهرای گرامی در ادنا کلاستون صورتای پیستالیت کمون автомат هم خیلی صورتون نمونه که استاتیاتون میبونن مرا برای صورت پروسس کارتینکو را بوندم استاتیا موندن اوجه یا دیلا دارم اوجه دو دیلا شید اما خواهش میکنه که صورتای هم خیلی چیزا را نمونه که همارا کوفتیسن شوریدیسن صورت عبیش نبونه او خوبه این اکم روزی که بگم که بخیزی باتش خیلی میخیزی نه من میخیزم اصلا دیلا و ترمان نمیخیزم ای دودار یکاش تو عملی گفته ایسا که مرا در اونجا صورتو تو نمونین تو این یک ترس دادن خودی مردم است که ای مردم ما احتیاط کنین همون صورتو درست است سینا شرف عدل میبرن میشکنن و بگون صورتاش تو صورت افتما نبونه مقصد یه درست است طرفدار نیستی سلام علیکم سلام علیکم پری السلام علیکم کیفین و علیکم السلام من اینجا یک کامنتاری با یک آدم به نام فرهاد سلطانов باشد ادو گپای شروع نویساده در هوا ادو گپ گفتنی چیه من نگاه کردم حسین این مریدات نمیشن این فلان بریم اتو مردک باشی برو هم استودیا برو یا بینیم و در می برنامه صدای مردم هم میدارد همی چاپلوسیشه میکند نوشوانگی صابر خان بوری صابر بلک بوری شاید یگان دختر باشه نوشه فرهاد نوشته باشه کی میفهمه شاید یگان زن باشه یگان بیوزن باشه شوهر میکوه در اینجا کی میدونه خب شوهر مریدای اکای حسین میکوان اخی طرف امام علی رحمان کوه
این مریدای ما مبارزن و همش انشالله که همش بچه های بغیرت هم اینو میخوان نسلشون بچه های بغیرت بیان از همون خاطر میخوان اینجا فرق بای بچه های بغیرت و بچه های مبارز با هم چاپلوسک های زن میکنن نمیکنن نه او زنگیر زیاد او در کار شوه بچه ها دزنی میگیرن یا نسلش خوب شوه خب در باره تجربه گفتنی بودم که همین چند باره وای تو بدر آمد کانالی سلمان خالقوف آمد ما بعد هم خیلی سبسینی آمد آها فهمو خیلی خوب تشکر اینجا یک مادر دیگه است سلام علیکم مادر تاجیک سلام علیکم خب پری خیلی خدا نگهدارتون باشه اینجا یک برادر عبدالله داخل شدگی است من قبول کنم رحمت سلام رسونی سلامت باشه خب مادر تاجیک سلام علیکم سلام علیکم اکای حسین و علیکم السلام باور کنید همین دیروز بگونی افیر ده همقدر کوشش کردم داخل شدن نتونستم اما سخنانی برادر گوش کردم تا چند گوش کردم یگون مقصد هوای نتونستم فهمیده ما راستی اون آدم واقعا در بیسوادی و آدم دیگر هیچ شکی هم نداشتم دیگر اما اگر میشد که شما داخل میشدین درد دل میکردین خب مایل تشکر زیاد خدا نگهدارتون یک برادر مهاجر درد دل میکرد و خدا نگهدار یک برادر دیگر درد دل میکرد خب خدا حافظ دیگر میرفت اصلا این برنامه حق باطل اصلا هیچ معنا نمیکرده اون عیناً برنامه صدای مردم میشد از همین خاطر اون آدم باید میایستاد و دیگرها یک تا حد اقل 5 مینوتی هم 2 دقیقه هم که باشن صحبت میکردن همینجا خود مردم باید قضاوت میکرد البته هر یک انسان میخواست که با این صحبت کنه فکرهای نظرهای خودشون داشتن و بالاخره سوالها حتما گوناگون میشد اینجا درد دل نمیکردیم ده میدرامدیم انیق می مقصد گپمون نمیگفتیم که اوخای تاجیکستان آباد میگی در کجای هم تاجیکستان آبادی دیده میشوه آخه این طرح از خواهر اگر سیامکه کنی همون بدبختی ها را و هر چیزی را که برای اینا سیامکه کنی در پیششون بیار گو که ای آدم این همین برای تو دلیل فکت بگن ای دروغه ببینید من یک مثال میگم خب آقای عبدالله میتونه که میکروفون تا یک لحظه خاموش کنید و خاطر صدای من دوباره میره و باز صحبت میکنید ببینید من برای شما اپا یک چیز میگم اگر وقتی که میگه که شما سند بیارین دلیل بیارین دین روزم درباره شما یکی جا میدونه که همون را بگیم رژیم رحمانوف کردگی است من برای شما یک گپ میگم که همین رحمانوف حاجی عمر وقتی که برآمد گپ زد حق گفت مردم را دعوت کرد زمانی که مردم را دعوت کرد مردم روز تا روز رفته بیدار شدن اگر رفته و که مردم آهسته آهسته بیدار می شدن و امروز صدها هزار در کوچه ها می برآمد همین نهایتا در آخر خطر همین برکی می رفت تمام می شد قیام مردم سر و صداها این بالاخره همون تختی که چپه می شد این یوم یسن معلوم است برای همه که قیام مردم بیداری مردم ناترسی مردم تخت ظالم می شکنن از همین خاطر آنها کوشش کردند که اونها همون بگیم راهبر باید از بین ببرن استثنایی معلوم است که خطر عمر علی قواتوف به اسلام کریموف نبود به شوکت میرزویف یا به پوتین یا به اردوغان نبوده این خطر بیشتر احساس میکرد رحمانوف و هر شکلی که باشه رحمانوف این برنامه را تهیه کرد تا که همون لیدر از بین ببره و همین شکل امروز هر کسی که حق میگه از اینها احساسی خطر میکنن بعدن جاهای نازکیان اینا رو میروان میزنن که باید شما گپ نزنین بچه‌تون رو بگه از این راه بگرده هر چیزی که برای او پیشنهاد میکردیم باز همون قبول نمیکرد دروغ است به مرا دلیر بیارین ای برادر
نه دلیل بگو. اون بیسوادی اون یک دیگهش برآمده است دموکراتی را آزادی میگه، این دیگرش برآمده است حکومت چی معنا داره، حکومت چشم دولت است. او میگم اکستریمیستی چی معنا داره، ایرش هم نمیفهمه. تروریستی هم باز هم همو کایک در بیسوادی اصلا من هیچ گپی نداشتم، اما بودن او لازم بود. خب برادر، اگر آبادی تاجیکستان همین باشد، مثال پیشروی تاجیکستان همین باشد، یک خانه را در 55 آدم میفروشند. یک نوسترویکا در خانه میگیری، میری درتا میچسبونی، بعدی وی 80 تای دیگه صاحب پیدا میکنه. همیه پیشرویش مجبور میکنه بیچاره همو کمتر بیزنسمنایی که سوم دارن بیزنسشون سختره، همواره مجبور میکنه ایجاره آب میسازی اوجاره میسازی، همش در حسابی رحمانوف میگذره که اگه بوده که رحمانوف اونجا را آباد کرده. یگان کارخانه برای زنان نیسته در تاجیکستان، یگان فابریکایی که مثال زنها براین کار کنن نیسته. من نمیدونم برای چی همه بیناموسا با می براین گپ میزنن که هسته کار بفورته پره کار بله نیسته. همین دروغ است. چیزا اینا 100% دروغ است. ما ببینید در همون دین روز همین کسی که از رحمانوف دفاع میکرد اینا معلومات گرفتم، این یک انسان در پیتر هستک و یک انسان صنف مکتبه تا صنف سیره خوندگی است، تمامی از کدام ناحیه است، از کدام شهر است و الان چی کار میکنه و خلاصه درباره این معلومات هستن. کسایی که چهره ای را میشناسن یا همسایه‌اش هستن یا دوستای سابقه‌اش هستن، همه بگیم رحمانوف طرفداری نمیکنن، به هر شکل بگیم برای ما معلومات درباره این روان کردن. باور کنی اکای حسین اشرف هم قدر بانک های تاجیکستان غم میتیان، همی کارگرایی که بانک در کار میکنن همی غم میتیان، یک احوالی دارن. اما آدمایی که قرض گرفتگیان مثال شیرگی که فایز امو سومی بانک گرفتگی را محکم کردگیان، فقط فایز را من کردگیان. برای همی باور کنی ای پروکراتورا و دلوره روی میکنن و ای عذاب و فریاد میکنن در پیش چشم خودم. باور کنی اکای اشرف یک مرده که ممکن که 60 ساله بود تای یک مایکه کردن شه، امی قیقی ما در همونجا بودم ممکن کلیچ صافش میکردن. اکو شکی نیست، ظلم واقعا هست، ظلم میزنن اقارتوی گنده میکنن. خب کارگرایی که در سری وظیفه یان همی گپا مثال در زبانهای همونا هم خیلی سخنو باشه، با درجهش مردم آزار میتین، گپای قبیح میگن و یا در فرق نداره که تو زنی، تو کلانی یا که موی سفیدی، فرق نیست برای اونا. ما میفهمم، درک میکنم. برادر عبدالله بفرما، کامرا میکروفونتون رو کنید. مادر تاجیک یک لحظه میکروفونتون رو ما خاموش میکنم که این انا برادر رو بشنویم. السلام علیکم اکا. سلام و علیکم. برادر عبدالله دین روز شما بسیار صحبت خوبم داشتین، اما متاسفانه دلیل دیگه برادرای بدن که اونها هم میخواستن صحبت کنن. 100% برادر. 100% او собиршо را фаҳмида мумкин аида дар комментариё нависе сабдан ки вая як Турсия овардан дар кадом як кантора паднадзора ё пад агрессия. Так что ҳар он чи ки ӯ гуфт так ба фикрам ки ба хоҳиши худаш набуд, барои ҳамун бисёр ӯра ки гнабид кардан дар кор нестай, барое ки фаҳмида мумкин аида вая. من اون قدر بگم بالای او فوکوس نکردم، در بالای او فقط چی نکردم. ما خواستم بگذارم ما مردم بگیم فکر نظر خودشون قطعی این گپ زنن. مثلا شما آمدین یک گوشه منین اختون ندارین و با سوالای خودتون подготовка کردگی خودتون اومدگین، خودتون آماده کردگین که کوبه میره ما چند سوال در ذهن ما اومدی را بتیم، میدونستیم که آخر دیگر آخرش چی میشه. دست بالا تو هستی بالاخره، به خاطر شما حق هستین. و بالاخره اون جاهایی که خالگیه، جاهایی که مثلا کمبودی ها را، یعنی که اون کمبودی هایی که باید با دلیل پیشنهاد کنه و فکت و برهان بیاره، اون چی میگه؟ ای بچه گوش که مسکت اکو بگی، خب این تو مسکت گرفتگی، اما در سوالهای شما جوابی نداشته. وای ами касе саволаш метия ё асос биёр ё ита биёр отказ мекунад, гап дурӯғ аст. То есть получается
ҳамун 1000 кас баромад кунад 1000 кас ба гуфти вай дурӯғгӯае. То есть уҷа смисл нест қатъи хеле одам суҳбат кардан да. Уже аммо аввали суҳбат фаҳмиди ки у одам постановочный баромад кардеста, вай ба хоҳиш худаш баромад накардеста буд. Дуруст. Дуруст бародар. Застави кардан. Суҳбати бинавзатон суҳбати хуб буд. Ман рости ман хулоса баъзан бародарон меган амун чоплусоро худ лучи худ ҷавоб битӣ. Ба хотири як одамро қабул мекунӣ, он суҳбат карда наметавонад, бори аввалаш дар студио омодагӣ аст, стресс даст, ман намедонад чӣ бигӯяд, промои эфир суҳбат кардан барои ӯ як чизи нав аст ва ӯ гум мекунад худаша. Аз ҳамада хуб худ ҷавоб битӣ. Ман бародар агар ман худам ҷавоб битим, айнан барномаи садои мардум мешавад. Онам бародар Салмон Холиқов қатъи як бигем ҳамун тарафдори Раҳмонов ҷару баҳс мекунад ва билохира мега бурӯ бахайр. Дига тамом. Ман мехоҳам ки инҷа мардум аллакай оҳиста оҳиста омӯхта шава, одат кунад бо ин касое ки аз Раҳмонов аз режим дифоъ мекунанд, бо инҳо одат кунанд гап зананд. Имрӯз ки дасту по хӯрда кишид, иштибоҳоти худашам мефаҳмад, хатогиҳои худашам мефаҳмад, дар оянда чеҳраи ошкор қатъи як бор баромада аст. الان شما спокойно хотим гап мезанем. Бибинед ака иҷа гапе ки ҳавоёе ки рақобат доранд дар ҳамин студия меистанд ва гудина гуфтум ки иҷа майдони баҳс диспутае ки дар доираи маданият бояд шава. Якташ ӯ ҳафта биромад як муҳоҷира гуфт ки зан тафаллон кунам, итарӣ кунам, утарӣ кунам. Пеша ин гапош гашт гуфт ки ман пайрави пешвои миллатам. Хорошо, пайрави пешвои миллат боша. Не ки ту пешвои миллат ҳам хеле вай мекунӣ, нишон медиҳӣ. То есть ту шаҳрванди Тоҷикистона мехезӣ, публично мегӯӣ ки 10,000 одам тамошо дорад. Ман зани тара фалон кардам, ту итарӣ, иш итарӣ. Бо ҳамин нисбати худ хеле гап мезанад. Ҳусейн Ашуров мара гӯш ки падар аузу билла, вай падараш тарбия шудагӣ нестан. Ҳамин соф сагалда ки бетарбия мегӯ ки дар оғилай дар ягон интернет калон. Интернетҳо дохили калон намешаванд, бовар кунед. آقای عبدالله من درک میکنم شما را. من این چیزا را باید تحمل کنم. اگر این راه در این راه این چیزا را تحمل نکنی پیروز نمیشه. هر دشنامت میکنن، حقارتت میکنن، تحقیرت میکنن، هر چیزی که میگن باید تحمل پذیر باشی. این راه ها به این چیزا نیست. اون راهایی که مادامی که خود احساس میکنی که خود در راه حق هستی، باید این چیزا را تحمل کردنش باید بتونی تحمل پذیر باشی. از همین خاطر нисбати шумо фаҳмо ки ва ё хуношон дар 40 градусае, не ки вақте ки на бародар эълон баромад кардеста, ки на хоҳари дигари баромад кардеста, як шаҳрвандои оддие ки ва ё ягон шахс хеле лични шахс не навис надоранд ҳамдигар да мехеза мега ки шумо хоинен ваен. охи хоин, охи мардум мехеза баён мекунад, эътироз баён мекунад. Хоин шид дар тамоми дунё мехезан, баромад мекунанд, эътироз мекунанд ва ё хоин нестанд. ҳамин тоҷик ки баромад кард, эътироз кард, обязательно вай хоин мешавад, инфиротӣ мешавад ва ғайра мешавад. ҳамун ярлик меган, ҳамун ярликҳои худшона меёванд короче. خیلی خوب. برادر لندن سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا اشور برادر عبدالله احمد سلام. و علیکم السلام. امیدوارم خوبی برادر. الحمدلله الحمدلله. اونم دیدم که تلفن کم نشید. اوز درمیم یکی گفتیم بکره تلفن کنیم مورم یک بار گپ زنیم. دیگه خوبه شما؟ خدا را شکر الحمدلله. شما اگر به این شکل اگر در استودیو بیاید حتما ما شما را قبول میکنم، اینجا صحبت میکنین. دینا که تلفن کنیم یکم بار خیر مورم تلفن بینیم. میگم همشهری ما دینا شرمنده کرد. هایدرواز بده؟ نه میدونم جواب که همشهری ما بده. من نمیدونم روسی یک لهجهش به مردم لهدرواز ما او خودش گفت که چی مای سغرداشتم گفت. اموس غرم بده جواب که مورم امو واش نه برادر. قربان مایس نموای جاهلی میلاد نداره. ابو جهل پدر جهل بود و عرب بود. تاکش تو جاهلی میلاد منطقه معین نداره وای. ببین برادر عبدالله و مادر تاجیک در اینجا برادر لندن، من یک چیز برای شما میگم. خدا شاهد است که مخالفت اینها اگر با شخصا با خود من باشه و با خود گروه 24 باشه این مشکل نیست. اینها من مطمئن هستم که اگر هر کسایی که امروز از رحمانوف دفاع میکنه هر کدامش بپرسی آزادی میخواه، هر کدامش معاش خوب میخواه،
هر کدامش میخواهد که مدیسین در تاجیکستان بپول باشه. هر کدامش میخواهد که مکتب میانه برای همین نسل جوان بپول باشه. این همین المنتری چیزا رو اگر ما از اونها سوال کنین از سیاست دور، این هم برای بگوش که برادر نمیفورد همین تاجیکستان مکتبات تو صنفی 10-11 بپول کتابا از طرف مکتب باید تامین کرده شود. خلاصه باید در داخل مکتب یک پلیکلینیک باشه برای خلاصه همین چیزا نمیفورد. دیگه کنیش نمیفورن. از سیاست بیرون اینا را بپرس، هر چیزی که ما میخواهیم اینا میخواهند. فقط اینجا اینها از جاهلیت، از نادانیشون جاهلیت. ما یک روز درباره جاهلیت گپ زدیم. الان برادر عبدالله جاهلی را گفتین. جاهل کی را میگن؟ در دور زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون مردم قرآن اون دوره را دوره جاهلیت نامیدگی است. چرا؟ به خاطر که جاهل کسی را میگن که نادان. امروز میگن که تو جاهلی، مثل که بگویش که تو نادانی، سواد نداری، جاهل. اما قرآن اون انگشت اشاره که کرده است به جاهل، جاهلی را معنا رو نداره. در دور زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر انسان‌های بودن که همین یک سنگ دیده درباره او شعر میخوندن، پراموی. یعنی که اونا جاهل بودن؟ نه، جاهل اون کسی را میگن که هیچ چیزی نو قبول نداره، فکرای نو، یک چیزی نو قبول نداره. هر فکره یا هر یک ایدئولوژی نوی که آمد و در اون برنامه خودش سوپدت نکرد، این را رد میکنه. یعنی که حقیقت ناپذیر است، اون حقیقت قبول نمیکنه. این را میگن جاهل. جاهل نادان رو نمیگن. شما چی فکر میکنین کسایی که در حکومت رحمانوف شگی هستن اینا همش نادانن؟ دارن انسانهای با فهم، اما حقیقت قبول ندارن. ما یک نظام دموکراتی مردم سالار میخواهیم. این نظام آزادی مردم منافع دیکتاتورها در خطر که میآید، به خاطر همون قدرت به مردم تقسیم می شود. قدرت در دست یک آدم نمیمونه دیگر. اون قوتی سیاسی نداره دیگر، اون قدرت نداره، گپش نمیگذره. مردم اینجا بگیم رول اساسی را بازی میکنن. زمانی که این چیزا را احساسی خطر میکنن، از همین خاطر این ایده نو قبول ندارن. این را میگن جاهل. فهمیدی برادر عبدالله؟ انا اینها هم هر چیزی که ما بگیم همون یک شاعر میگه که پیش سازی تو من از سحر سخن دم نزنم، که زبان چو بیان تو ندارد سخنم. ره مگردان و نگه دار همین پرده راست، تا من از رازی سپهرت گره باز کنم. شاعر میگه که پیش سازی تو من از سحر سخن دم نزنم. من برای خاطری که برادر لندن یا عبدالله یا که این مادر تاجیک، به خاطری که من طرفدار خودم بکنم یا که یک آدمی روشن فکر بکنم، ما باید به خاطر شما را یک انسان روشن فکر کردن، ما باید چند یک فوکوس بکنم در گپم، خلاصه چند نمود گپ زنم که شما را قانع کنم. از این طرف مثال بیارم، از اون طرف مثال بیارم، بگم که این ایشته چی میگن، ایشته چی میگن. خلاصه ما شما را قانع کنم که تا که شما اطمینان کامل پیدا کنین که واقعا این برادر درست میگه. شاعر میگه که پیش سازی تو من از سحر سخن دم نزنم. اون سازی که تو کردی، ساز به معنای اون نوا و اون گریه و ناله، اون دردی که تو گفتی، دیگر لازم نیست که من بگم که برادر آخی اینا این ظلم میکنه، اینا برادر آخی ما دروغ نمیگم. ما از سیاست بیرون آمدم، گفتم برادر در تاجیکستان یگان پرابلم هست که بچه کنیش نه بچه من او کودکم آوردم و دو روز نگذشت از پول میگن. من خودم نه ای تاجیکستان آمدم گم فروختم اومدم، اینا خودم قرضدار. اونجا زنک میگه پول روی که خلاصه 1001 پرابلم را برای من میگه. بعد میگم که ای برادر این ترانه که تو خوندی برای من، پرابلم ها یکی پشت یکی، این سازی که تو کردی این ریال نه از درونت برآمد. اما تو خودت یک مبارز بدای. پیش سازی تو من از سحر سخن دم نزنم. ما دیگر حاجت به این نبود که من ترا مثال بیارم. این همه مثال در درون زندگی تو خودت بدستن. تمام کمبودی ها در درون زندگی خودت بدستن. اینها کمبودی ها را خودت نمیبینی و برآمده ما را تنقید میکنه که شما خائنین. که من
پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم. اون زبانی که تو اقرار کردی و که پرابلم ها تا گفتی و که در مکتب پول میگیرن خلاص من قرض کردم اومدم و گوم فروختم، هیچ خیلی که تو با این انا موده که تو گپ زدی ما اوتاری کرده نمیتونم. تو دیستویتن از درون دلت با یک علم گفتی. من برای خاطر این سیناریوی تو را بازی کردن من باید رول تو را بازی کنم که تو قانع بشه، نه که تو این رول را خودت اکتیوری همین کینو بدسته، خودت با علم گفتی، خودت همه دردها را گفتی. اصلا تو را نیاز به این نیست که من برای تو جادوی سخن کنم که تو یک مبارز بشه. تو اتوماتیکی یک مبارز بده. اینها هم همش به همون شکلن. اگر اینا را از اطراف برای گپ زنی مشکلاتی در مشکلات دارن. عیناً همون مشکلات ما احساس میکنیم و ما میگیم که این مشکلات ها در زمان رفع میشه که دیکتاتورها یک طرف بروند. تمام مشکلات ها را در بالای مردم آوردگی دیکتاتورها هستند. اگرچند که اینا ادعا میکنن که ما برای خیر مردم میکنیم، اما یا به مانند همین هستند که یک انسان سری ما و تو سوار است، تمام دلسوزی را میکنه که راستی خیلی وزن من وزمینه یا پاهات درد گرفته است ای راه گشتن، تمام دلسوزی را میکنه. همین تمام دلسوزی را میکنه نه که ای بالام نمیفرویه. ای آدم تا همین بالای مفرو همه دلسوزی یک طرف میشوه. عیناً دیکتاتورها همین نظام دارن، یعنی که اونو خودشون خیرخواهی مردم میگنن. اگه تمام پیشروی ها را پیش راهش گرفتگی همین ظالم ها هستند. قرآن در پروردگار میگه که ان الملوک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذله وكذلك يفعلون. ملوک شاهها اینا اصلا همون شاهیان، حکومت های دولت های شاهی میخواهند بنیاد کنند. قرآن 1500 سال پیش برای ما فرمولا گذاشتگی است که یادتان باشه ای مردم این الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. هر جایی که نظام شاهی درآمد اون قریه را فساد میگیره. و جعلوا اعزة اهلها اذله، عزیزترین انسان ها را در اونجا ذلیلترین انسان ها میگردونند. و كذلك يفعلون. و اینها تا روز قیامت همین نظام همین فرمولا را داره. هیچ وقت از اینا توقع خیر کردن در کار نیست. بسیار معذرت که من بسیار صحبت کردم. توغریه از صحبت زیاد بگیم دلزنک دلتون نزنه این صحبت های ما. نه اما توغریه کروت و پیش باری اما با پیش ویکتوریا اینا خب انشالله. бадалов гуфти аввали ҳамин эфирда ҳамин шоҳбуддин бадалова ман як бор дигар гап задагӣ будам. ҳамин шоҳбуддин бадалова ягон блогер, ягон активист, ягон ҳуқуқшинос агласка наметавонад мушкилиша чӣ ба вақте ки як тоҷика як миллати бародармиллат хати ҷанг мешава, панажовшина мешава, мераванд телефоношона гирён мекунанд. ана шумо ёра бародар гуфтаин амора омадан корча задан, хай ку биёен, хай ку такнен. Хорошо, у бародари корча задан вай ша подожди брат, говори. Ша выйду. Вақте ки и бародаре ки корча задан вай бародара, и як бародари дигара ки несту нобуд мекунан, ғайб мезана, вай бародар неста, и як дуруягӣ мешава да ака. агласка наметавам ҳамун хоҳарчае ки 5 солае ки таҷовуз када реза када киштан ша ҳамун бадбахти сиёмин то ҳозира дар озодӣ гашта бонаи психбольница кадеста бонаи вай кадеста ина 2 сол шуд 2018 киштан ша ина 2 сол зиёд шудеста ки вай зиндон намешава. ау духтарчаи суфи 8 кила ки дар Саратов ва як тай дига кишта ки таҷовуз кад кишта ша вай митинг шуд ки ҳукми қатла барои педофило восстановид кунанд, барқарор кунанд. в итоге гирифтан пожизненно доданша. Не ки духтарчаи тоҷик то ҳозира вайш қотилаш дар озодӣ аст. اون دخترچه توجیک اون عمری 6 ماهه و 5 ماهه اون بیچاره را بگیم که از پیشش بگیم که مادر از پیش مادر جداش کردن، اون بیچاره در داخل عدل فوتید. اون چند توجیک دیگر در مسکو گرفتن در
ازاراشون پایین کن در همون شکاف چیزشون چو زدگیان. یادت هست؟ بله بله بله. این آدمای وطن دوست ما برای ملت ما نه برای ملت یاد کجا بدن؟ خیلی زود در اومدن وطن ما دا تاجیکا را کشتن یا بگیم که ما شهروندای جمهوری تاجیکستان را کشتن بر اومدن برفتن. اینو در کجا بدن؟ اینو در هیچ جا نبدن. یا اصلا چقدر مردم تاجیک ذلیل هستند، چقدر مردم تاجیک خار هستند در روسیه کیدت میشوند. چی به اینا یک از اینا بگیم به داد اینا نمیرسد. سفارتخانه ها مسئولیت این چیزا را به عهده دارن، به دوش دارن، اینا به داد مردم نمیرسن. این چهار تا چرت پرت گفتی هم برادر سلمان چرت پرت آمادگی است، اینا کی به داد مردم میرسن؟ اینا اصلا خب بگذار اینا خودشون چیکاره؟ اینا خودشون چیکاره؟ دموکرات یاره نمیفهمه چی معنا داره، اکستریمیست نمیفهمه چی معنا داره، فرق بین دولت و فرق بین حکومت و فرق بین کشور نمیدونه که چی معنا داره. اینجا اومده است در میدان سیاست میخوام گوش که مره ما قطعی بحث میکنم. به سواد هیچ بزرگی دگجوی تو سواد نداری، واقعا سواد نداری. توصیف سر خونده سمو بچه برادرایی که همسایه هاشن اون یک آدمی که خلاصه در وقتش در هر چیزی در تاریخ گذشتگی اون به خاطر این چاپلوسی کردنش از طرف همون درواز از همون بگیم رئیس پلکومستش خلاصه کدو بهش برای او زمین دادگی بدستن. الان خودش در پیتر هستک، در کجا هستک، یک آدمی که شکمش نمی قتلق یک ظلم فقط اون بیچاره مردم بگیم ازبک زبانو را ظلم میکنه و میگرده. یک انسانی که عیناً در خونش همون غارت کردن مردم، دزدی مردم هست همین انسان. بله بله. او در ترکیه بخشش من میبرم استودیا نپانه الله باشش ما دوام تین افیرتون اکا. بسیار خوب. روز دوشنبه افیر کردید بسیار نقشه خوبه. سلامت باشه برادر. زنده باشی برادر عبدالله. خب مادر تاجیک یگان چیزی گفتنی باشین بفرمایید. که دیگه حجت به گفتنم نیست. بعدی میخواستم همین دیروز در همون افیر اگر داخل میشیدم به چهره کشاد میبرامدم گپ میزدم خطی همون. سلام علیکم. میکروفونتون خاموش کنید. سلام علیکم. همه وقت نگهبانتون باشه و زنده باشیم در مادر. همین کارایی که با تو میرویم برادر همه وقت الله همراه شما باشه. سلامت باشین. سلامت باشین مادر. خدا نگهدار. خب برادر لندن یگان چیزی گفتنی باشین بفرمایید. همه تا پناه تو با خدا برای کار همه شما دا. سلامت باشی. تشکر. دعا گو باش در حق ما. گپ نیست. خب پناه تو با خدا. زنده باشی. خدا نگهدار. خب سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا حسین اکا سلمون خوبن تینجا نکا. خدا را شکر. خوش به حالتون اکا. زنده باشین. پروردگار موفق میکنه در رو. تشکر برادر. همینجا پیش از گفت من یک مادر قبول کنم. سلام علیکم. نگمت و یاسمین نگمت و سلام علیکم. و علیکم سلام به همه مردم غریب، برنامه مبارک به همه دختران غریب. اکا حسین از شروع مدینه در برنامه در اومده بودم نمونده کسی همون اپای صابیره بحث کنم دیل مخالی ناکده برو ورده من. بیا این اگر بیا صابیر بیا صابیر شو. بیا صابیر شو بیا. بازی میایم همین جای. خوب به ناموس حالم همین جای. ما همین جایم همه وقت همین جاییم. در پدر تو بسیار نه. چه و ناموس داشت؟ در های پیتو های فیامو بوزبالگی ته مشکلات پری اوقات ما خو کام یگون آدم سازیم ما فخر کردم برآمدی بوز بالا ما خیال کردم که یگون حمایتگر یگون برادر این نخواهد وطن توش بوده
شکمت پر ایلا یک بر اومدی یک گپای گفته سی صفحه بشم اکا حسین نخند اینجا منو بازی نه هی منو بازی که با حال شما خندیدن است بسته باید با حال شما گریه کنن مردم من میخوام که زبان شما بشنوم صابر من شو این حال صابر شو من گفته عبارای من چی بدم چی من رو تصیح میکنی گپای دروغ میزنی صابر شو چپنه چی تگی هی صابر شو آخه چون من خطی رو میخوام من خطی رو میخوام صحبت این چپلو سبب را من خطی رو میخوام شما اوزی در برومت من گوش کردم گفتگی اوزیشو همه چی است چکو کرده است و همی گپاتا نمیدونیم چپلو هم نگه کیف میکنه نه؟ کی معلومات گرفتی در بارای من تو گپ زن اکا سلمون خب ما را اجازه بدید سخن کنیم خب یاسین قبول کنیم اگر تو بخوای صحبت کردن قطعی من تو اول مسکه خط تعیین بگی من فعلا خود مردگوار صحبت کن راست که تو نگو مردی نگو شرمنده اجازه بدید سخن بگم یک کمتر اویون بفرو برادر دود میزنی دیوان میزنی مکتب لاقل خوندی مدرسه خوندی کسی تعلیم دود یا پدر مادر خیلی عزیز نزدیک داری که یا مرده که کپ کلون از دین شب تو این روزا دود فیقان و آبا چه رنگی همون کمپیرو دو میکنی مردک باری گفزن اصلا دلیل پاک انسان باری زنم گوش کن سخن در گفت گوش کن همین خیلی آدمایی که مسکه قطعی هستن چهره هست من نشونم میدم من به مسکم تو صحبت میکنم من قطعی بحث میکنم ببرار چپلوس و اولش که در سبب حسین جواب ده که من در بجام عینی حال و من در کدوم کار مشغول بودم و اون شیطانیایی که کرده است برومت کرده است اول همیشه که اقرار کنه بعد من با تو بحث میکنم دلیل بیار دلیل یا دقیقه ممکنه من گفت کنم یا دقیقه التماس عوض بفرمو برادر میگه که مسکت بگیرین من یعنی سیم بار میگم جمع برام من سخن میکنم من نبرمدم طرفداری گروه بسیار نکردم من نبرمدم یگان مخالفت ضد حکومت من پروسه حق خدمت قانونی ما طلب کردم بچه پاسپورت ما رابطیه امروز دلای جنایی با من اوی کردن کدوم مدرای مسکپشون کاسکپشون فامیلی اینا دلای جنایی دوی میکنن اینا بنا میاله من در آسیا ما یگان جا نگرفتم من ادرسم همه تو میدونی مقصد نه نو ما میدونه ما یگان کسان که ما افکار بروماگی نیست نکی ولی بس آخی من گفت ما تمام کنم آخی او میمونی که زنه یا نه گپ زن برادر من گوشت میکنم گپ زن ماسکت بگی کاسکت بگی من ماسکم نگرفتم برای دیره جنای من بگی من حق قانونی طلب کردم بچه من автомат نگرفتم گفتم بیا بریم پرون کنیم من گفتم پاسپورت من تیه من پول دادم 13000 تومان پاسپورت کردم چوا مثال حق خدمت من طلب میدم من 307 قسط میسه میزنم بچه من 8 سال تا 12 سال باید برم زندان بشم برای حق طلب کردگی تو میگو قانون هست میسه را تو میدونی چیه تو نمیدونی که 307 قسم 3 قسم 1 قسم 2 قسم 3 این اکستریمیسم تروریستی است تو زدی تروریست آخه من کیجای من اکستریمیست حرکت من نبگو کیجای من شپاکلوف چی کمی شپاکلوف کازاده شدم برادر اهل اسلام 307 قسم 1 قسم 2 قسم 3 307 این اکستریمیسم تروریستی میشه ساعت اکستریمیسم تروریستی برای چی تو پاسپورت هم میگم من پاسپورت ما دعوا کردم و ترا اکستریمیسم تروریستی زدن 307 قسم هم میدونی که چی معنی داره برای اکستریمیسم تروریستی من همه اینجا یعنی سیم برآمد ما اینا برای برآمد من همه ارزش اینجا دو هستم دتاش هست این اینش بون نوای سه برشید که من نبرم همیشه من طرفداری اینا ندارم چون من استاتیا زدن این میگه که ماسکوت و بگیره بخدو نگیره اگه تا ماسکوت نه شوکت تو هم تبکشه نشناسن تو بخدو میشناسن من بخدو اگه جو ترس ندارم من در روسیه هم میبرم میگو که بیو من میخزم من زنگ زنم من رقمات
در اون ویدیو موندگی بود. من جای ترس ندارم. من اونجا تمام شد. وقت نکرد. فقط از الله بدم. آخه شما این همخوایی شما مبروه ما را در تای خطر میمونن. ایش نمیته شکمت پری لایکو گفتی نه برادر. مبروه ماسکت بگی کاسکت بگی فهمیدی؟ او تو مرده که انت کامسان ماسکا و کاسکای ما خیلی چکور داری تو. وقتی دیفا کرده است خراب است. وقتی تو دیفا کرده است مقصد درخواست کرده است تو عرض شکایت داری نسبت به رهبر دولت نسبت به حکومت تو. رنگ بزایی که پیش مول دایکو کتا شخوشم دروز من مولا میکشه رنگ هموای هموای تاغوی اون همون خد خیلی بس اکا این خیلی تا قانوندون یا تا گرین این همجا من برای چی ایجاد برمدم من برای چی سبب شبو گمد من اگر ویدیو میکردم در کانال خودم میپرداختم من کی ویدیو من ویدیو دارم من بلوگرم من کرنس یونکا میکنم نه بزن الماس کاگ رابطه نکرانی بزن من چقدر اکران کار کردم همه سرود میخونم دینگی میکنم من بلوگرم 14 پراسموتر دارم 50 پراسموتر دارم فهمیدی او گپای من نمیرسید به گوشی من برای او خاطر برآمدم که در اینجا سخن بگم که امروز این برادرها را گوش میکنن انا امروز مرا دل جنوی کردی که مقصد حقیقت طلب کردی که تو هم پاسپورت سراغ کردی اون پاسپورت هم شما من به همین نومی الماس مولا نور رو میگردم تمام اکه ای مردم یک آدم هم مثلا این طولانی گوش میکنیم اکه دیگر این برادر با میخواه صحبت کنه برادر لقی بچه برادر عبدال پیش از شما بفرما یاز خان بکنیم میبروی دیگه تمام یاز خان به همه برادری که دوستم صبیر به همه صبیر گوش بکنیم برادر بزنی گوش که برادر دینا شب شما گفته که 27 نفر از ناحیه رشت در ناحیه کمارو به قتل رساندن این گروه مخالفین گروه 24 بود راوی نه محفوظ خب گوش کنید برادر نمگه گروه 24 بود یک مینوت مهدی کبیری بود با دستگیری مهدی کبیری این کار تشکیل شده بود و میخواست که در جمهوری پرزیدنت شود این کار تشکیل کردگی بود وقتی که 27 میلیون دلار گرفت من او را در نظر یک ثانیه تیمور من یگان چه دعوا ندارم همو برادرها یک تاش برادر من بود در سن 18 سالگی ایدینو رفت من همون ناحیه هستم 25 نفر کشته شد دو تا همین زنده مون لااقل مردن واسه نمیدونم نفر مردگی دو تا افیسر 27 کس اوبشی محفوظ 25 تا عسکر بود تو تایگاش بله محفوظ ها گوش کنید من همین کارا رفته در شهر جستجو کرده من خواستم فهمم که همین کار چه شد برای چی شد من در طرف روسیه بودم سال 2012 رفتم یا 15 روز پس از همین واقعه رفتم اولا شاهد من همون چاست که خدمت کرد همون چاست رفتم گفتگو کردم کماندیر از ناحیه اسفاره بود اگر خطا نکنم گفتی برادر اگر خواهی که زنده روی در حق همون در حق همون دو کنم رفتن گیر یگان یکی لیش نزن کار شید یعنی که من بر فکری من به عقیده من این گروه 24 اینو در این کار تماما دخالت ندارم برادر این کلا خطا است برای که همون علی بدکی در همون وقت ساعت گوسفند میتراشید آیا رفته فهموندن که گریز که کفای شما اوجه امنیت آماده شده است و گریخته با پشت کوه قطعی رفت من همون سوکنی همون جورم افتادوی که جا اومدم من همین واقعه را همون دیدم میگم من یگان گفی خطا چه که دیدم چه که بود واقعیتم همین بود میگم از همین
هفت برادرم 20 سال رحمتی مادرم غم و غصه و عذاب کشیده 2012 سال مادرم از دنیا رفت ماه آگوست اینه برادر حقیقت خب تو چی میگویی؟ صاحب شو اینترنت بسیار ضعیفه. من خواستم دین شب در آن یکی دین شب راست دیگه با نشد که حوضی در آمدم که دمی بسیار خوب کردی و هر صورت بسیار خوب کردی. من امروز اومدم مقصد شما که همون سالداتا را کی کشتگانه مقصد شما چیست؟ کی میبینه؟ مقصد من در این دنیا در آخرت من قصاص برادر ما میگیرم در پیشگاه الله من شکایت عرض میکنم همه با قتل رساندن جواب در پیش قانون گویا خواه و اپوزیسیا باشه خواه حکومت نیکی الله راست الله راستگو راست قول دوست میدارد همین چی در موبین میبراید امروز و پگاه یگان جای چیز نیست شما دیگه گفته که این نوحیه رش 27 نفر را کشتن انا محیدین کبیری بود اینو واپشه نبودن اینو در این کار تماما دخالت ندارن خیلی خطا وای در حالتی که جنگ شد کشتن تو در کجا بودی خود در روسیه بودی معلومات کجا بودی من رفتم جستجو کردم من خودم رفتم جستجو کردم گفتم نویای شد من 15-20 برادر یک زمان برادر 20 دوشنبه گشته من در برادر عبدالله حقیقتا برادر شما گفتین یک گپ میزنیم یک گپ من خیلی کم یک دو کلمه گپ کاملا وارد بحث شدین صابرشو رو من قبول میکنم خلاصه یک برادر دیگر صحبت کنه صابرشو گفتی همین برادر شکمت پر لای چپلش شیشتگی دلیل بیار دلیل نه دین اوای گفت که من یک سال که توش این وای اومد ما در کی جا قرار کرد خب تمام برادر عبدال این معلوم است که گروه 24 در او وقت نبود و حزب نهضت هم در این هیچ ربطی نداره اینها فقط یک سپیتاکل بازی کردن در اینجا چند بگیم که جوان تاجیک اینا بگیم به قتل رسوندن و خود ترس مردم اثبات کردنی که در اینجا منطقه تروریست ها هست و در اون 14 نفره که در زندان کشته شد اونو را کی کشته او 32 نفره که در وحدت اون 14 نفره که از انتقال شدن از خوجند به دوشنبه در نیمه راه اینو را یورا که کش میگه که خلیب در خلیب زهرالود شد این خلیب خود به خود زهرالود شد اینا را البته کسی چی کردن زهرالود کرده برای همین خاطر اینا واقعا چی ندارن خب برادر که یاسین سلام علیکم بفرمایید برادر عبدالله شما میتونه که از استودیو برین تشکر نرش خوب درمان الله باشه خدا نگهدار برادر یاسین بفرمایید آقای حسین وقتی شخص شهروند سوال میتید برای من سوال میتید من اون شهروند که جوابش از من بگیرد بعد از سود خارجش کرد تو به حیث کی جواب میتی نماینده سفارت نماینده وزارت کارهای داخلی نماینده KGB نماینده پارلمان نماینده کدام چی تو میخوای جواب بدی از ناچارnik سوژ воздух هر کسی که گپ میزنه این کار کردستی یعنی تو کی هستی اصلا نماینده کدام بخش هستی که میخوای که به سوال مردم جواب بدی نماینده کی من سوالی تو جواب میتیم برادر سوال دادی بهترین سوال من نماینده دولت هستم نماینده کدوم در دولت تاجیکستان آزادم چه خیلی امروز دفاع میکنی که آزادی من امروز دفاع میکنم که آزادی برای تاجیکستان آزادیم شما در کار نیستی برای ما شما تنج مونمورا شما جنگ از گیگو میگی ما در کار نیستیم تو اول برای سرقانون کشور را ورق بزن صبر کن سرقانون کشور را ورق بزن دفاع کرده من گوی تسی صداش بلنده همین گوی که شیر نداره داد میزنه پس گپ زن خب کن تو قبل از اینکه ما را انکار میکنی حق گپ زدن نداری اول برو قانون کشور را ورق بزن برای یک شهروند چی حق و حقوق داده است چقدر حق آزادی داده است
تو مبروی انا تو دروغ میگوی تو خطا میگی من نماینده دولتم کدام نماینده دولت به حیثی کی نماینده کدام بخشی که نماینده دولت تو از کجا رسید نماینده دولت تو همچه یک عضو همین ملت همچه یک شخصی واقعی هستی تو شخصی حقوقی نیستی که بگوی من در کدام اداره کار میگم نماینده دولتم از کجا میگی که چرت و پرت به اساس به منطقه کیرا میخوای فریب کنی مردم هر کسی که میگه انا تو دروغ میگوی تو دلیل بیار کو تو اسناد بیار کی سالداتا را کی کشته است کو یک نواری ویدیو بیار که در زندان این مردم کی کشت رنگی نمیای یک دلیل نمیاره که مردم کی کشته است در زندان برای چی نمیاره سری مخفی موسفید 85 ساله را زندان کرده سری مخفی کیرا میخواین فریب کنین مردم در غرم کی سالداتا را کش اساس داره که بیار اسناد بیار نباشه وقتی من میگم زندان دکی کش دلیل نداری پس غرم افسرا را بیار مردم ببینه کی کشته افسرا را کنی نوارتون کنی ثبتون کنی یک مولا در خونه شون ویدیو میکنه میگه که مولا کلام زن خطی تجاوز کرده کو برن که 20 نفر را میکشن ویدیو را بیار نشون بده مردم ببینه 30 نفر در صحبت کردی رنگ بغض میکنی مردم نمیمونی گپ زدن کیرا میخوای فریب کنی کیرا میخوای گل بزنی که مردم خاموش باشه ای نه امنیتی کار کرد فلانی پرزیدنت شوی جنایت نیست من دعوای پرزیدنتی میکنم جنایت های 100% خوین ملتی تو برای چی بود این عقل داری آخری تو عقل داری عمیق عقل داری پرزیدنت شوی تو پرزیدنتی را هم نگه حیف میکنی تو را کی حق داده است که از مردم از طرف مردم از حق مردم گپ میزنی سلمان باش در اینجا که ما اتوبیسیا با مردم صحبت میکنیم اینجا این برادر لقه بچه صحبت کنه این برادر یاسین هم بگم در درون کدام کران شده گه کی قدیم و سلام علیکم جای کار دایم خیلی راحت باشه اگه جد گرمای جو خنکه که باش اگر از خنکه ببر اگه نگم بزنی میبروی بله خدا یادورتون باشه زنده باشی برادر بسیار معذرت برادر لقه بچه بفرما سلام علیکم خدا نگهدار سلام علیکم ما همی اکای صبر شده یا سوال دارم میگه که در تاجیکستان آبادی آزادی ای میگه مثال اینا یا شناسی ما چی ای؟ همین گوش کنین پیش از اینکه صحبت شروع کنین شما نامتون لقه بچه نوشتین شما در تاجیکستان خلاصه زندگی میکنین نه؟ او در تاجیکستان زندگی میکنیم یا شناسی ما وقتی که یونیورسیته بود کرد باید کار دولتی دا باید میگذشت ای طرف دولت گفتن که تو شهادتنامه را نمی نصب ملت را عالیش کنه بو چند که پول پرگلاشت کرد که $10,000 برای یک معلم شدن یک کارگر او دیدم که پول پرگلاشت کنه یا ایکی میگه که سلام علیکم در دوشنبه اما هم دوشنبه نیست چی تاجیکستان خب اکا مرا اکای سوبی سوم پرگلاشت کرده که $10,000 بیار ما تو را برای معلمی قبول میکنیم تو یگان اساس داری ما اساس دارم برایم برومادم اخی اساس دارم برایم برومادم ایسال صوبیر در فلان جا ای گوسفند صوبیری کدمی هستی تو گوسفندی یا که آدمی چی تو وقتی که گوش کن اگر حزب نهضت اسلامی باشه اگر مدین کبیری داشته باشه هم 27 نفره وای خیلی سال 2012 تا سال 2015 در درون پارلمان وکیل مجلس بده وکیل بده درون پارلمان خیلی درون پارلمان سال 2012 تا 2015 تا عقل داری یا نه بو میگن که آبادی آزادی کجا هم تاجیکستان کو ملتچگی فقط هم پول باشه تمام فقط هم کاروپسیا یک دقیقه برادر یک دقیقه جوشیدم صبیری فکرم خارج شد خارج اکا سلام خوب هستین اکا اینجا سلامت باشین خوش به حالتون اکا زنده باشین
همرو یا فهمونش همون گوسپند است یعنی وقتی که اگر باشد همون مهدین کبیری همون جنایت کرده شب 27 نفر کشته باشه وای سال 2012 وای خیلی تو سال 2015 در درون پارلمان بود وای وکیل مردمی بود در درون پارلمان خیلی آدم اجماع کرد با وکیل پارلمان شده مردم تو امروز فریب کردن همین خیلی به مردم باور شو کرد همینجا مردم باور شو میگن فلانی آدم کش فلانی آدم کش یا خیال میگه مردم گواه دیگه در زمانش که مردم گواه یا رو گوش نمیکنه همین هر چی که شکر خدا Öz Tojikiston'da odam akıştıysa pul doda xalos şidiyse ya odam beçora ku ham gunora bagardanış mezan ham Muhyiddin Kabiri mega uş mega iş mega ham rast ki nameşa çıknen bugam hükümet aholiknen odami pır hasta meravam prezident meşava kora peş me var ama xadım dvorni kor meknum ay Moskva da ku ne pasolstva meray ku gap ta gap namekna vafita Bu ana ma şarvan ki. Mal bardaro kanot baxto ma bromadam ne ki ham guspan bromad ami savola bgesh amira tiyesh ku chi mega Amu bishok juda zinda ami Moskvada Tojikistonda am او در کدام فوشخونه زندگی میکنه و بدیش معلومه ما نمی درس پیشکی پاسول سوارات میکوب انم خودو میگه این اینجا گم شاوزباگ میگه او خیلی دولت دوریه چیزو هست واقعا چیزو هست نمیشه این کار میگه برای میگه ازبکستان برای میگه ما وطن ما هفت پشت ما در توجیکستان تولد کلون شدگی ما چخل ازبکستان ما وطن ما توجیکستان هست بله این آبادی آزادی گپ میزنه میگه ایش اوش میگه اوخی یعنی هر چیزی که میگی یعنی که رد میکنه که سخن خودش درست میگه هر اسنادی که میبینی نه تو دروغ میگی تو دروغ میگی تو دروغ میگی خودش یک اسناد به اساس به دلیل است هیچ یک اسناد حکومت از وزارت داخلی تا کمیته امنیت نداره اما اینم یک نفری که نمیدونم کی اصلا یک چیز داره انسان داره از پاتنک تا از گجا اومده است همین آوازش غوث آوازش جرنگاسی مردم رو بخواد گول بزنه مردم هر چی میگه مردم میره گوش نده درست میگه مردم اینترنت رو دیگه که سلمان شبکه‌ها رو مردم میآموزن الکی دیگه که چی گپ است بله بله که سلمان زنده با جناب علی کی میشناسید دینا میشم اکا بفرمایید ما میخواستم همون حدیث صبح بازن و بعد خودت زنده با جناب علی نوشتگی برای قبول کردنت قبول نکرد یک با هم شد نوشته که سلمون ما دینا درباره دو چی گپ زدم درباره مقصد وزیر همین وزیر گپ زدم ما اکا 20 ساله مقصد ما سینی هم تریتوری نویه وسه ما گفتم که نام دهه هست که گلدره پدر وزیر در اونجا زندگی میکنه او خونه هم نداره مردم همونجا چخل که پروردگار در زمین کم اکا هموار پیسته شیدگه درخت پیسته رنگ جنگل همو که پشتره که زبوره که نمی گل کوریه که زب نمی سیمی بلوقاتی نمی خیلی که پشتره محکم که اگه مردم یگم چی گرفتن نمیتونه یگم چی یا 2 سال پیش محکم وقتی سین 11 را تمام کردم 2 سال پیش با پیش دریا مقصد خشسالی آمد برون نزد بخورد همه علفا سوخت مالی دنگره فرخور هر کجای بود با همین چیزی ما گذر کردن سینی جایلو علاقه هموسو همین طرفته سای کو سیایی اکا کو لوی توبان هم سیایی مول رفته سای میره مولی که مولی جنوب مولی که مولی بچه جنوب مولی که مولی بچه جنوب یگم طاقتی گفزا نمیشه یگم تاشقاتی یه قمول این نمیخلی با خدا که رمی راهی رفتگیش کو که نمیخلی با خوک یکسون میکنه نمیخلی یک نیم ماه قریب نمیخلی گذاشت یک نیم ماه خدا دروغم نکنه باید بود اگه فلانی و فلانی میگن نه که اکثریتش مولی جنوب مولی بچه جنوب مولی دمادی جنوب نمیخلی رفت هر یک کدومش ده 5 تا 7000 مولای 7000 اکو چقدر قیمه نمیگیرد میگفتم چی که پای خودش مقصد یه مول دورانی خیلی خیل بازی مثل بله اکا یگونه کسی که اینترنت جایی موبایل امید با قوت زورای باور که اینترنت ما در اینترنت زورای اینترنت با سیم کشیدگی بچ خیلی خیلی افغان باور
градус чиликом ях суб кана телефон қабида истагим ول سایه اگر نه صاحب شای کی ماشین میگفتم با نام دستور نام سرخ ما چیز میقبیدم اگر رو پرو بغالتین دم غوزای چه اینجا فهمو برادر خاکی که برادر ظفر صحبت کنه برادر ظفر میشنوی سلام علیکم و رحمت الله برادر میکروفونتون رو بکشین جوان حمایتگر خدا نگهدار اگه الله حفظ کنه خوش به حالتون اکا انشاءالله روز وطن میرم 5 جوانی که در بر ما باشه انشاءالله ما هر کجا باشه حرکت میکنم در درون وطن اکا انشاءالله ما خداوند نگهبانتون اکا الله حفظ کنه بچه‌های خونبجوشن که جاشدی صابر شو خوش دارم صابرشاه اینترنتش بسیار میچسبید دیگر مزه نمیکرد خطی و گپ بزنه اینترنت ضعیف همین صابر شد برادر حسین همین چی ده حیران شدم که همین کدامی که میبرو یا گپ میزنه اگر تو دروغ میگوی همین یک بیساوجی یا چی شایشون میده که دلیل فکتش میاری ایشونش میتی میگه که دروغ میگه خب просто طرف президента اگه خونه بتامه بده برام برادر ظفر بچه یک لحظه برادر ظفر شما نمیدونم که مشکل چی است که خطی نگریم همین اینترنت شما چسبیده و کنده و خیلی آغاز کنده وضعیت اینترنتی مکان ترک خیلی چیه نه خیر پس ترک خیر به هر حال کوشش میکنم که ببرم من همین دین اشاو برو اومدم گپ زدم اکا خوب کام روز دیگه ساعت این نخستم خوب یک 10 تا پراپشنی اومده که دامی چی فیسبوکم همیاد رفته خونه وقتی ما قرار صبحشو گام میزنم همیاد رفته از خونه گه دانی من دامیات اما که اگر که همین صبحشو که برو اومده ما قطعش گام میزنیم که آخه شما مردک نیستی نه مردک شده او دباوی چی که گپ زنم کما قطعش چسته آخه میچسبه خیلی کنده و چسبیده بیاد خب ما یک بار السلام علیکم و علیکم السلام این هم بیگان نبوده که این روز هم چیه پراموی فیلمه یه تزیق ماشه هر روز میکنیمش молодец язда короче درباره چه اکا درباره چی میخوای گپ زنی من نمیدونم باور که همچی دنیا دلم خنک و هم آدمای 2013 14 یکی خیلی اکی حسین تینجی خوبه دارش کر میشه با فکر من خنده شناختی کیم چیم خیلی در کار نیست همشو گفتن اگر در برود یک کپکه دیگر هم بکشی یا اچکه میمانی سیرانو میشناختم ما هم نفست میشناختم نه شناختم سال 2013 14 باشه شناختیم اما چه نمیشناست به هر صورت مشکل نیست سلامتی خوبه هر هفته تماشا میکنم هم برنامه را شما ریشی سفیدی ریش نبینیم فهمید سوز کار میکنه نه اکر موریش پیش گرفتیم بس فلش کارت اورجینال ای سلام راتینجی خوبی او خاطی کدام برادر صحبت داره در دیگه تلفن و خب ما شما میکروفونتون خاموش غیر عشقی افیرم روز دوشنبه همیشه اخی نه امروز یک تجربه بدک فقط به خاطر که انا اون یا بعضی مشکلات در کانال یوتیوب بگم که شبکه گروه 24 آمادگی بود و خواستیم در اینجا کو ببینیم که این مشکلات در اینجا هستک در اول بودک و با پسونتر بگیم حل شدک و انشالله که راه حل شه و ایسا پیدا میکنیم نه خیلی بهترین و شهر باشه میگم که به ما را همون ویدملینی نمی اومد ما برنامه افیر شما را میگذره بعد ما میبینیم و ایره خواستیم که پیدا کنیم حالش در کجا است برای هوای ما هر روز و هفته را میدونم که روز کیه چیه همون روز و همون ساعت کار نمیکنم منتظر میشم برایش که یکی
просто дромадам ки рафте сай гуфтум просто и Салмон ака хуш просто ҳам эфир карда боша. Не Салмон иҷани ози бигем ки мамун барномаи ҳақ ботила ба ҳамон чӣ карда истодем. Не молодец, агар ҳар рӯз мешид бо хеле хуб мешид. Иншоалло ки ҳар рӯз кока намедонам не ки фақат мебинем ку шароита. Боз бибинем ку хоб хулоса хонагиҳо дар амнията на бародар Зафар. бале ман гуфтам ку қатъи ҳамон солбишо гап мезадам ки мегӯй ки ниқобора бикашен ниқобор ҳамон бениқоб мо на ҳикмати Раҳмонов метарсем на Раҳмонов худаш метарсем ки Раҳмонов қатъи ҳикмати инҷа ҳикмати дора ки мақсад ба ҳама маълума ина солбишо ту мегӯй ки факт алайкум салом ту мегӯй ниқоботона бикашен қатъи ма гап занем намо бениқоб қатъи гап мезанем амният даен дари хонара гирифтаи пул никон ҳамара рафтаи гирифтаи бурда и ту нам қадар ша бидон ки ҳамин ҳикмати имрӯзаи Раҳмонов як ҳикмати диктатурия фаҳмидӣ. ман на Раҳмоноват метарсам на бачаш метарсам на Салми Раимов метарсам на Ятимов фаҳмидӣ. ман ҳамаша шапидагиам. ман дар прямой эфир мегуфтам фаҳмидӣ. ман айнами роҳи ҳақ намегардам. валлоҳи қасам собит ки اختیار شما لیکن اخورت نکنم به اخورت به گپوری آخی تو ده همه دلیل اصلا تو را فقط گپ میزنن تو میگوی که مقصد نه این نمیشه این خیلی نمیشه این خیلی نمیشه این جوبیری فقط این خانه میکنی و چی میکنی این مرده گوری گپ زد این نگاه که من وقتی که دلیل نبود بگم برای شما چیز حقیقت داره ما درد میکنه و همه خاطر ما با خدای نه حقیقت حقیقت خود نگاه میزنم حقیقت اگه وقتی من تجارت میکردم دلیل نبود با خدا همین زفرآباد تربوز خربوز میگرفتم یک مرده که دهقان میگریز والله قسم میگریز که اینا نمیجا نمی قرطه بچهش نمی قاپیره چکگی بود گفتم که برای چی کردنی خیلی گفت که وقتی سالو در اومدن نمیگه که قرطه تا 90 گرادوس بالا کم خیلی میزنم خب قرطه میکافه امیدی این است امروز خدمتی برای خدمتی رحمانوف کردن برای خدمتی رحمانوف کردن میدونی ایفا یک سکوندش ایفا آدم باید با اون دولت خدمت کنه که امنیتی خوب داشته باشه با شهرونداش امیدی تو خیستای چی گفته استای چی کنو کرده استای شما ترس میتن که ما ای رو بگردیم نه خطا میکنه این چیزی که برای خودت انتخاب کرده این فهمیش خطای امین شما انتخاب کرده باید داده گیت دامی نمیرای برای من خداوند داده من در این بسنده هستم نیست امو زیامت بردار نیست نمو شرایطی که نیست نمو شرایط نیست ترا مجبور میکنن صبح تو میگه الالالالالا آدم باید وقتی که میدانی حق درآمد قطعی شیروی نه وقتی گپ زنی درآمد باید چوت تحقیقات گپ زنه نیست و خیلی شرایط نداره زفر تمام دیگر این واقعا یک آدم بی‌سواد جاهله که هیچ کس قبول نمیکنه این همی هر چه گپ میزنی آخر میاد اون اشکمش درون اشکمش پری لای آخر میاد سند بیار دلیل بیار خلاصه شما میگه یک اساس بیار اساسی تو کار یگانه میگه شما یک حکومتی عدالت و معاملات و شکلات میسازین حسین بیس یا ما برای حسین میتیم حسینی برای تو خدمات بکنی همه خدمات کرده سرمانده تاجیکستان جبر کرده در رفت بوده پروتفی دولت کرده حکومت کرده ما پروتفی دولت نیستیم ما پروتفی حکومت دیکتاتوری رحمانوف ما دولت دوست می‌داریم همه خدمات ما با حسین دادیم چیکار کرد ایداست چی اومد چی اومده دستت؟ خب بگو کنی چیکار کردی؟
چی ناویگاری کردگی در تاجیکستان یگان سهم خطا در تاجیکستان گذاشته یگان مردمی صبر کن به یاد دقیقه صبر کن برای ما بگو که همین حسین اشرف وزیری کدام وزارت که باید خدمت برای مردم کنه برای بگو فقط ها وزیری کدام وزارت است بیا وزیر ایرا یکیمش که در وزیری راهنماییان دیمش که سوال جواب دید وزیری راهنماییان یک دونم بک صبر و فرح بود یک دو رئیس ملک فرق نمیکنه وزیرش کردن چرا ایرا وزیر نکنه های تو چی زویش بشیر برای وقت برای چی وزیرش نباشه بک صبر اگر دنیا را جزیر میکنه یک لحظه سلمان بله یک لحظه صبر که برادر وایس برادر وایس سلام علیکم برادر وایس این باور که نمیه میمون میمون بازی دارم شکم دگم نیست حضرت شکم دگم نباشه شما من این سوال میدم اگر شما مسلمون باشه چیزی که خداوند برای تو نور الهی داده خداوند نگفته است که تو لحظه بگیر تو مسلمون هستی یکمش مسلمان بودن تو شک دارم فهمیدی من رو شبون در مسلمان بودن تو شک دارم ای دهم تا بگی یک سکون جان تا صدقه وایسیدی صبر که یک لحظه آروم باشه بچه تیخه بچه ما که چیزش نمیگوندم بس همه گفت که شما اگر مسلمان باشه خلاصه شکمی مرا نگه یک ما پرسمش که خواهی که میگه ایره من خدا کدگیه این کلی سری مورا کلی هم سری ترشی با میرس نه راستی گپ از شوخی برم ما اصلا ای آدم خطی دیروز برای بعد همون سخنوش که در حق همون مادر گفت که خوب تا بگی ای اصلا автомати علاقه در همون مومنت بگیم از ما دور شد و برادر گفتم با فکری به نظر ما که خوب نیست نه گفتم چی قطعش بحث کردن نه باور که برادر وایسیدیم نه درست است که مردم عصبی میشه اون گومش که ترش که خیلی تمام نه ما میدرونش گاب زخاتیش ما عصبی نمیشیم عصبی حسین تو بکنی نمیمونی که با مردم بحث کنی چون که جنگ انداخته است در اینجا هم در همه جا مردم عیده سیتواری زندانی کردن و زندانی شدستن همش زیاده از 1000 همه یارو در نزد خداوند جواب میگوی مایلش ما جواب میگم تمام ما جواب یا سوال میتیم صابر شو یا سوال میتیم امی تعاملی چپانه ششتگی من 100% هستم چه خیلی که خداوند آفریده هستم چه خیلی که تو شتگی هم خیلی من شتگیم همه خیلی من موی سر دارم تو موی سر همه گپش در همیه برای من پرزیدنتم که خلط برای من درست من سوال داده استم که خدا چپانه شدگی یا راستانه شدگی من رو ما بعد رو رنگ چخیلی رو با قبلم بشینی من همون خیلی بطه استودم بطه گرم زدستم پیشتر بشی اگر نه من پیشم چخیلی که رو با قبلم استی من خیلی استودم تماشا دارم و گرم زدستم خیلی وایس گرم زدنگه من میکرفون میکشم اینم برادر اینم هم یه سخن کنم من گوشش کنم چی دیفو داره من همیرم گوش بخوام که گوش کنم بعد از تو بگم من قطعیت یگم سخن ندارم بگو برای چی بگو برای چی خب برای چی خیلی وقتی که سخن نداشته باشی گجو اگریت در استودیا اوده شوز نچید یگم دیفو داره
همین یا به سواد قطعیت گپ زدن حرف زدن من میخوام قطعی هموطنا بیشتر بحث کنم یک صحبت اگه نیره ببرم گوش که بخاطر که سنجا میدونم دارم یا بوم یا سواتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وای سیدی صبر که تو نمیخوای گپ زنی یا بچه برادر میخوان گپ زنم همین چاپلوس همه گفتنیم که مردک کلان تو بخدا این بخدا قسم چاپلوس هم میگنش چه چاپلوس این همه خگه پیکوتو قطعی بود که چاپلوس نام آدمی این همه آدم را چاپلوس میگن که همه چی همه بینه همه چی همه بینه در وطن گوش کیسه اکا چاپلوسی دور آخی هم مینوت گوش کیسه اولی دین شبیسه که هم 24 ساعت جکیده سی بخدو ای بینم گودکا ترمه بینم بخدا قسم زمین بکفه و بدرویا تو خب که هم مینوت گوش که گفه چاپلوس همه آدم میره میگن که چاپلوس همه آدم میره میگن که در وطن میبینه که مردم در همه عذاب بایکو در همه عذاب باید با میخیزم میگه که عذاب نیسته اون همه آدم میگن چاپلوس این همه تواره آدم ها را ای مردکی خوب چیزا رو مونده دروغ مگی اخی بچه هم ایجا مردک رو که داوین شیرو در اومدی رگی نرگم ما دروغ در نمیزده مردکی خوب اگر تو شیر باشی و مرد باشی اما نبار نیست بگی این همه اکای سه این همه این آز اکای ده نیست که سه شما همین دمابین شیرو میدره به خیلی هم شغلا اسم میدره اکای زفر این دین برامد گازد اکای سنجا یه مینوت خوبش که دین همین اکای زفر برامد به مسکه گازده اون هم مرده که بسر شرفته بخونه شرفته اینا چی میگوید تو در همیگا حکومتی رحمان فیلم که کار کرده سار دین اون هم مرده برامد گازده خیلی با هم میخیزن بخدا قسم در باره مردم زون رستا میکنن این مردک حکمت در چهره امومالی میبینه دولت در چهره امومالی میبینه و حتی اومده است که پدرش برای امومالی قربانی کنه بکشه دیگه قطعی دیگه معلوم است شاید فوز گفتم توریه همه چی بخشش که ما یک چی کردن یا چی گفتن برادرای موجود یک سوال دارم بهتون شما مثلا التماس میکنم یا بگیم همون خودشون همین عصبای شما است نه کوشش میکنم که شما عصبی کنید حتی بیشتر یک وایس ما بیشتر کریبوات میکنم شما میگین یا خودت عصبای ما قطعی ما برادر بودی نکه من قطعیش میدونم چطور رفتار کنم آقای حسین یا بار دیگه هم هوای را بدرو برادر زفر بیو جو نمیرسه دا او جو نمیرسه دیگه کسیگر جو دارم مدرو شما مدرو شما مدرو یا وای مدرو اینا 2013 آدم ما و شما را تماشا داره برادر عبدالله در طور سرش گیر به گروه 24 های برادر عبدالله در طور سرش گیر به گروه 24 های انشاءالله در طور سرش انشاءالله بخواهمی درو برگاب میزنم امروز ما و شما را خواهین میگن هر چی میگن بگذار بگن من مطمئن هستم که این گرب افتخار تمام شهر بچه های تاجیکستان هم ای کجا شد این گرب سنجان من همه یک چی پرسونده همه خواهین میگن همه خواهین هم معناش نمیدانن همین و به همین سوال همه داده شد با زندی رحمانوف گاز دادن این نیست که خواهین دولت میلاد شویم و ببین برادر اینها اصلا ملت فرق نمیکنن یا ملت از کشور از دولت از دین از سرزمین آواز کلمه وای میگی اگون دینامیک خورده که گپ میزنه ای بوار که اکای حسین دینا 5 ساعت گپ زد دینا 5 ساعت با این روز گپ زد است به همینجا یک مدار گپ زده است زمین بشنویمش
اگر وای بغض نشید دیگر میگوی سلام علیکم. همون صابرشا قبول میکردید این شب در برنامه حق و باطل یک بچه یک واروخ در آمده سوال داد که روز ماه و سال تولد پیشوا تا گپ زن در همین سوال جواب نداد. آخه ندارن سوال خیلی اپا خوش نباشه اجرا نه میکنی همین سوال با جواب تیک همین سوال ما نمی پشتیبانی امو رژیم میکند پشتیبانی پیشوای میلاد میکند همین اقلا روز تولد همون پیشوا گپ زنن من گپ ندارم دیگه میگم نیست الان نیست الان در استودیو نیست استودیوی ما دیگه چند کنم نفر دانم تمام شده یعنی سلام علیکم به همتون. من میخواستم قطعا صحبت کنم. خیلی همه برای همه صابرگل دارم. همین حسن همین هر دومون زبر یک دیگر بمونم. اینا بچه با خش نمیدونه اپی جون اگه سال تولد خش نمیدونه کجا اشتگی ای برادر وایسید اگر شما بگید یک حکومتی عدالت و مرملات و شکلات میسازین سنیکرز نه اصلا منطق شونه ببینید اگر بر ضد امامعلی گپ زدی پس تو بر ضد دولت بر ضد ملت گپ زده باشی یا ببینید مفکوره شونه ببینید فقط یک چیز میگم همیا دیوانان یا عقل ندارن یا به خدا حیران میشم این همین لوگوی چیز میگه خائنی حالا نمیفهمم همین کلمه خائن برای کی استفاده برده میشود و خائن کی را میگن خائن نمی چیز نمی تلفن یک ایمای با یک کس میتونی میشه همین را نگاه کن همین را خیانت میکنه یعنی که یا که در همین دولت سری دولت با یک کسی را با یک دولت دیگر را میفهمه یعنی که خیانت میکنه یا نمیدونم ما عیب دولت هم میگیم یا میگه که شما خائنه توره که با همه اگر اجازت باشه برادرها یک سخن کنم همین مادری من بعد همین سال 2021 کشید با خانه ما چی اومده که نلاک زمین باید بسپاره بعد مادرم رفت نلاک سپاری بعد گفتنش که تو باید اول سهمیه بگیری ای دولت بعد ما تدن امضا میمونیم ده همون 40 سال گفته که اول تو باید سهمیه را بخری بعد ما تدن امضا میمونیم تا سهمیه را نگیریم ما تا امضا نمیمونیم تو این درجه را آدم سهمیه آیا مجبوریه یا که هستن مجبوری نیست برادر اما در سر چپکت اگرش دیدی یک چیز در یادم اومد رنگ اینمی توفتی راستی برادر رنگ که؟ اینمی را میبینی؟ دیدی اینمی را؟ انشاءالله ما اساسینای توجیکی همکه هستیم گپ نیست انشاءالله هم تا دیدم که در سر چپکه همه خیلی کشیدیش در بلاد گیر بگروه با همه خیلی بازه بود که نه راستی گفت هوا خنکتر در این طرف های ما راستی گفت فهمم دینا چند بار چکرم نسید دیر اومده انشاءالله که برادر یک وقت گروهی 24 اول شروع بگم که خب این برادر وایسیدین برادرش احسان آدینه فرو بگم از اوایل گروه 24 حتی ما هم در اینجا وجود نداشتیم اونا با حاجی عمر یکجا بگم همکاری میکردن اونها زحمت‌های اونا کشیدگی امروز ما را بیدار کردن حتی اونا را کسی بگیم اصلا حساب هم نمیکرد آدم میگفت که بله گوشش ما چی باید گفزنیتون چی چهار تا به عقل آهسته کار اومد تا جای رسید امروز در کرد این خیلی برنامه ها در هیچ جا نبود این در یک اکران بود 6 هفته هر یک علم هست که من یک چی میگم بعض وقتی بعضی برادرها هم یاد میاریم اون وقت صورت سال 2012 13 ببینید که 500 پرسموتر 300 پرسموتر میگفتیم و با اون 500 300 پرسموتر مکر نشون میدی جنایت نشون میدی 99% فقط حقارت و دشنام در حق اون مبارزه بود یعنی این زمان بود خیلی وقت بود الحمدلله این شما را دیدیم برادرها خیلی شدیم خیلی خرسندیم و ما هم یک موتیواسیون میگیریم که
بدرویم در همین صفحه شما یک صحبتی داشته باشیم قطعا یک صحبت کنیم ماشاءالله بهترین بچه هر یک تایید و شما آخی ما شهروند اون جمهوری تاجیکستان و ما هم حق داریم در اون کشور زندگی کنیم و ما هم حق داریم که زندگی خوب داشته باشیم غیر از ما دیگرها حق دارن. امروز یک گروه خاص اومدگی است بهترین زندگی را دارن میزدنی ماشینا را دارن ما تو عذاب میکشیم میزنیم یک عدد کده نمیتونیم چی برای دزدی میشه و مردم مال ما و شما دزدی میشه و بگیم وطن ما دزدی شده شده است. و خلاصه در روزهای اول ما و شما را به چی نمیگرفتن کسی اعتبار ما نمیداده اما روز تا روز زحمت های امروز این چهره های نو دیده شدیم. امروز نقاب دارین فردا این نقاب خودش اتوماتیکی میپره میروه بدون گفتن انشاءالله خدا خواهد انشاءالله اون وقتی که جوشیش غیرت در درون میدوه این مثل برادر ظفر برادر ویسدین خب سلمان خب این چه مرحله ها را شما میگذارین ما هیچ وقت پراتیف نیستیم که شما انا نقاباتون بگیرین نه ما میدونیم که ما در مقابل یک رقیب نامرد قرار گرفتگیم اون اگر اینا میگن که نقاباتون بگیرین خدا شاهد است اگر رحمانوف نامردی نکنه و کسایی که با چهره آشکار میبرن در تاجیکستان غم شونت یا خانواده شونه ما در مدت یک ماه یک لشکر کلان میسازیم انشاءالله اگر مردی کنه نه که اون نامرد است میره با بالای خانواده ما پدر ما مادر ما خواهر ما دادرای ما فرزندای ما اونا را فشار میارن این واقعا نوجوان مردی است. اما این نظام ها تا آخر برای اینا اصلا اینا رحم و بالای البته گناه یک کس در بالای یک زدن این طریق گفتنی گپا نیست. هر کجایی که غیرتی تر شجاعت ما و تر میشکنن اونجا اگر حتی در اونجا تحقیر خدا و رسول باشه اون کارا میکنن با خاطر شجاعت ما و تر بشکنن دوخی ما و تر کار به جای رسیده است که قانون در چهره خودش میبینن فرزندش میبینن اهل اویلش میبینن اصلا قانون کنستیتوسیون خیلی گفتن چی نیست سود عالی سود پایان سود نیست ملیسا پروکرور نیست قانون فقط امام علی قانون رستم قانون آزاده قانون فلانی لیکن دیگر ایرا ببینید همین برنامه‌های رحمانوف گوش کن همین برنامه‌های رحمانوف در هر برنامه‌اش میگه که من نمیمونم که وای کند من نمیگذارم اگه تصور که در تاجیکستان 9 میلیون اهالی زندگی میکنن در اونجا یک کنستیتوسیون به نام قانونی جمهوری تاجیکستان برای تمام شهروندان значит این قانون در پیش او یگان اعتباری نداره میگه من نمیگذارم значит اینجا این اصلا خیانتکار همین انسان همین ریشت میکرد مسجد ما میکنن همین میکرد میارم محکم میکنن همین میکرد سیاست مدار محکم میکنن همین میکرد یعنی که هر کاری که میشده در تاجیکستان کو همین اصلا سرقتنای همه یعنی شخصات کوی نمی رحمه رفای با خدا قسم کو مادامی که همین یک انسان در فکر کنم تو چه خیر نمیگذاری مادامی که کنستیتوسیون در اینجا قانون ای برای تمام شهروندان حقوق داده است یا که همون فیصله یک شهروند مطابق همون دستور کنستیتوسیون باید عملی شود در تلویزیون دولتی میبروی که میگوی من نمیگذارم значит ایده معلوم بشه که یعنی که کنستیتوسیون یا که قانون‌هایی که جمهوری برای شهروندان با پیشتی یکون اعتباری نداره این نمی معنی داره یعنی که زیر دست همین رحمانوف های اصلا یک سوال اکا سلمان جان من چی بگم من برو میرم اکا جان بفرما من با این برادران بروی مختلف من والله قسم من یکم باره میبرم در همین منبر حق و باطل سخن میکنم من به حد خوشحالم که این اکای رسیدین اکای زفر اکای حسن اکای سلمان تمام این برادران ما هستن ملت بیدار شده ملت انشاءالله که
تا این 5 ساله آخر تا 5 ساله آخری که این خیچه پیشوا کرده برای ما پیشوا نیسته کو نمیستد انشالله نمیگذارن که این بیسته این 5 ساله من گفتنیم که برادران الله حفظ باشه در پناه خدا ما پیروی حق آمین انشالله من که سلمان جان همه صدای مردم خودت پیش میبری همون یاد بدبختش میبره همه میگن تو بلند گام میزنی چی گام میزنی والله قسم هم کخشروی گام میزنی حال پس دازه دستی همه یاد تو کسی میکنه چی میگن یک سوالی مهم من دیروز یک نفر صحبت داشتم و آنجا یک مصرع شعریان برای رحمانوف نویسته پسان میخواد اول سوال مثال برادر حسین اصلا مسئله دینی در خوبین او میگه که اول ملت شناس باش بعد دین شناس یعنی از نظر با این یک عبارت بسیار غلط است برای یک شخص مسلمان که میگه اول ملت شناس یعنی که در اسلام ملت نیست نه نمیشه ملت تاجیک ملت عرب اگر اول ملت میشه پس عرب امروز بالای سر ما بار میشه که پیامبر از ما شما هیچ کنستین بلا که از روزایی که چون اول دین شناس باز ملت این نفر شعر نوشته است که هزاران بار بر تو شکر دارم پیشوای من در راه زندگی پیروی دارم با تو پیشوای من اول و آخری عمرم به زیر پای تو باشم من زنده باشی و به زیر پای تو باشم از زیر پای نگیجا سر شدم زیر پای مادر همون جانداران در بالای سراش یعنی یک ساعت صحبت کردم این نفر دواش همیه که من اول ملت شناسم وقت سر تا بردی در همون تای آشخالای رحمان جا کرده تو جا دیگه آمده از دین و از ملت گم میزنی یک کم تا این مردک یک نفری که میگه رحمانوف مرا آورد از یک صغیره خانه آورد خب دیگه علم داد دانش داد هر چی که نباشه که یک بار نزد خدا سر سجده کردی از خدا شکر نکنی نزد رحمانوف اومدی این مثلا چی گفتن یعنی که ملت شناس و اندازه یا اینقدر به احساس و چاپلوسن که همین قدر مونده است که بگن که زیر تو پای تو باشد مادر من بابا خدا اینه خودش نه آبرو نه عزت نه حیثیت هیچیش نمیمونه میبره در زیر پای همو جا میکنه ولو در حق پیغمبر اینقدر اینا بگیم چی ندارنده تملق کاری و چالوسی در پیغمبری که از جانب پروردگار اون رحمت للعالمین آمد او انتخاب نشد برای اون اصلا برای هم بله برادر عبدالله بخش با همه شما ما یک 4 سال پیش ما ай нофаҳмима хай чӣ бигум ако мисол шумо камтар калонтарин ма ай нофаҳмима ман намедонистам мисол ин қадар хунхора ин нафар манам як 4 сол пеш як шеър нависта будам ҳоли ҳамонро ман тамоман диққат намекунам мисол метавониш ҳамон шеъра як бор бихонӣ خوش آمدی امی درباره امی چه بگم برای اومدن امی مثال اینقدر همین نبود خیر به هر صورت این مثال بعد که من فهمیدم اینقدر خونخوری و اینقدر چوشم بعد همین درباره همین وایسیدین چی فکر میکردی که همین یک خوینه همین برادر وایس میگفته که همین یا خوینان ایش با باوروسی گم میزنه خیانتکاری رو باوروسی میگه برادر باید بسیار اینترنت کاش برادرم چیزی از بگو دیگر این به اگه مالو گپ زدم که چی خیلی از بگو کجامون کاج بود اگه ما چه بگویم اگه جانو مثال ما ما اینو فهمیم همین شعر نوشته بودم حالی در یاد ندارم همون شعر ما 4 سال پیش که حالی ما تماما در یاد ندارم شد ما دیگه وقتی که ما فهمیدم که مثال اینقدر قاتل اینقدر قتل میکنه اینقدر مثال
اینقدر دزدیایی میکنه اینا فرق نمیکنن که مثال اینا دولت های چی فرق نمیکنن اینا فکر میکنن که رحمانов خود دولت های برادر آیت قاتل بدن ایرا وطن فروش بدن ایرا یارا همیت خودش همیت اومدن گرفت خودش فهمیدی که چیزی را گوش کرده یا خود به خود اومده که فهمیدی یا که یک چیز گوش کردی و دربارش تحلیل کردی و فکر کردی یا که همیت پروست و همون شعر نویسی بعد از چند وقت خود دیگه فهمیدی چه خیلی فهمیدی امیرا باید فهمیدی سوال شد یا چسبیدگی این برادر دیگه صحبت کرده بود چسبید باید تو اینترنت ضعیفه همون فیراریش بنویس اوید نویسه هر وقتی اوید میگه هم فیراری در خاطر رو میزنه مبارز بنویس مبارز بنویس اوید مبارز بنویس فرقیت کنم او را اوید چاکلوس خلاص این تکپو بله یعنی سوال مرا جواب تیا اون اینترنت ضعیف است از جا سوس کرده نه اونا اینترنت چسبیده است میگفتی آرام شو ما خود بله مهاجر بیا برادر مهاجر سلام علیکم اکا سلام علیکم اکا سلمان علیکم سلام یک سوال داشتم در یوتیوب انا تماشا کردم گفتن که چرا همین اخبار تاجیکستان بود گفت که همین صفای خوینان روز به روز زیاد شده‌اند اکا خوین گفته کی را میگفته باشه مثلا خوین چی یا که مثلا چی میگفته چی نظر بزرگی همین خوینان مثلا چی نگفته باشه درست یک برابری همینجا گاز دیدیم اگه چیز خوردنی گفت پوشیدنی چی باشه خوین اوه همون ما فهمیدیم که چی باشه همین نمیفهمیم اگه سلمان خود بگوینم کسی بعضی دیگه امانو گپ میزنه امرا خوین میگه یکی خوین خچونه که پورچوی زمین مایده فروخته است اصلا واقعا همیه مردمی که یک انسان همی کنای تاریخی را یک انسان در حکومت خیانت میکنه یک کاری میکنه که گناهکار دیگه کسا کنه همین دولتداری همیه خودش خیانت میکنه خودش قتل و کشتار میکنه همون گناه شکو سر یک کس میزنه یک کس دیگر مجبور میکنه که همون کار تحمیل کنه یک نکته دیگر که اصلا برای خیانت ماده 7 میگه که حدود تاجیکستان تقسیم نشونده و دخل ناپذیر است یعنی کسی که الکی در حدود تاجیکستان خیانت کرده تقسیم کردنش یعنی الکی او فرشته و الگو هم کسی که میگه از او دفاع میگه که مردم این روز وطن فروخته است یا او خائن و خیانت کننده یعنی مردم باید خودش فکر کنه فانتزی قضیه که او بگو در کجا اصلی است ما برادر سلمان سلمان میشنوی بله الان استودیو پرای بازم الحمدلله چهره های نو با در پایان در استودیو با نو آدم در ما است любое время اگر اینجا بگن استودیو را هوی کنی کو هستن انسانایی که در اینجا بگن در ما وقت موندی یک از در اونجا وقتی اونا مناسب است ما وقتی که پس باید یک برنامه 24 ساعته همین استودیو صحبت کردن میگیریم مردم در بالا اومدن میگه روی علی شدن میگیره بحث رفتن میگیره نه او خیلی نمیشه آینده یعنی روزایی که اصلا الکی گرمی انقلاب و گرمی میتینگ و گرمی یعنی درو با پیشروی میشه آینده میشه یعنی چیز عجیب است تمام اینا ما 24 ساعت میگذرونم که خیلی 8 ساعت برای خواب بگیره یک 2 ساعت دیگه برای خاطر بگیره نون خوردن بگیره باقی مونده چه یک وقت معین هر یک 2 ساعت بعد بگیم میشه یک معاش معین تعیین میکنه دیگه ما کار نمیکنم من خونه دا میشینم همین باشه باید هیچ کار کنم اگر خیلی بگو بله یک آدم میره بعد 2 ساعت ما را گوش میکنه میره پول راست یک ماده پیش زندگیشه دلش پرای کنه بچه‌ها مبارزه برده هستن آزاد میکنن
اونا ما گپ زدن کو نماز عصر میخونم خدا خواهد انشالله بود علاقه بله اکا حسین شاو تماشا کردم نبود بایتونه نمورتونه اکا حسین یک دقیقه من یک چیز بگم بعد ببرم من بسیار وقت نمیبرم سبب نبرمدن ما چیه به خاطر که اگر من ببرم و دیگه در اونجا یک برادر دیگه ما داریم اشور و سیدعلی میگن او اگر ببرویم بعد میگن گروه 24 پون خود اولادی ای و اسلام نگفتیم بازی ما کوشش دارم که سلمان اکو فامیلش اشور کنیم اگر همین اشور شب کن میگن صدای مردم همیای این صدای یعنی حق بوتی هم همیای برای اما بعد وقت مقصد فرصت شد میبرم گم میزنم اگر که فرصت نشید بگذار برادرایی که چهرهایشون نوان اونا صحبت کنن فعلا در امان خدا باشین انشالله با صحبت میکنیم خدا نگهدارت سلام علیکم برادر مهاجر بفرما برادر زفر بگم میبرم نه با زفر پرسنی بدم این طریقه همه جایم بگم که شاو نوارتون تماشا کردم همی به خدا صد آفرین تونه همی یک انسان 5.5 ساعت همی اول موسم تا آخر همی یک گپ میگه و یک گپ میگه به خدا قطعا نیرویاتون صد آفرین تون یعنی اکا سلمان به خدا یک گپایی میگن در برنامه‌شون که آخه یک گام همی سر مو که ترش میشوه همی یک گپ بعد همی یک سوال دیگه همی پاپولار نه یک سوال دیگه همی پاپولار نه راست گپ یک گام ایسا در اون سوال جواب نمیده همی سه دستاورد پرزیدنت بگو بعد داخل موضوع شد داخل بحث شد یک گام تاش اونجا پیشکی میدره گپ میگه سلمان جان دیگه التماس همون سوال تا نته همون سوال تا نته که همون اصلا جواب نمی نیست آخه جواب مثلا همین سوال رو نتی دین روز در برنامه همین آدم این خیلی سوال دادم من گفتم در سال 2019 و 2020 رحمانوف یک چند انشاءات زواده یک شده همون سه تای آخرانه که شدگی همون کدام هستن همون نامو رو بگی ای یک دنیا سوخته که من کدام یا چه نام شو بگیر خدا اکای حسین یگان چوپلوس هسته اینجا والا راستی در این جواز من ببینم نه چوپلوس نیست اگه این دیگه برادرای خودمونه بیا عبدالله ماشاءالله اگر بر همه مبارزا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میکروفون داری که برادر عبدالله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته عبدالله میکروفون خاموش که عبدالله میکروفون برادر 10 سکند اجازه ما گپ زدم که همین استودیو را اولاد اویلوی کردی و یک ما یک آدمای پاسترانی بود رو گپ زد سلمان رو اومد آقا حسن رو اومد وایسین رو اومد این زفر گرمانیا هر روز میدره خیلی یک کس دیگه بود رو اخی اکا عبدالله اینا من امی اولاد نیستم نه که من خب ایستادم که همین سخن ما با همی کی را بودم اکای سلمانه نه من سرکزم قدی گفته نه خیت کرده اکای سلمان شر رینار مراده است عبدالله ما نمو کمد ما را ببینه که در لرزه میدرویه هر وقتی که چهره های ما را میبینه که اوجه پونی در لرزه میدرویه تپیش دلشون دیگه میشوه رفته سهمیش موفقه شکایت نکنید اکا حسین یک سوال شما را ممکنه یک سوال مثال اگر انسانی که همیجا میدرویه مثال خیلی فرق نداره مقابل کدامی که گپ زنه مثال پگه و قپیده برن مثال تحت شکنجه بکشنه مثال اگر همو انسان ایگه پاش بگرده تحت شکنجه مثال همی چی خیل میشه و اکه مهم گپ زدگی وای میمونه یا که مهم همویه که بعد شکنجه میمونه کدومش همی سوال اکه بعد شکنجه همش پاستانوفکا میشه و همون شرافدین گدویف هم 15 فوریه 2019 گرفتم بردنشه گفت که من اومدم همه دعوت کرد بگرده بیه با ابراد سر زده رفته که ویدیو را ساده که من اگر من بود تاجیکستان نگاهانی که اون پیدا شده بدونه با اختیار خود اومدگی نیستم همین ویدیو رولی در یوتیوب پرم بسیار برادر قبیدن قبان آقا و یطوری چوپلوسون هم چون انسانشون هم میفشه و میرون یک قدر تاگی فکوش و کشول
اگر ای نگاه اسلام چی میگه؟ ای نگاه اسلام اگه ای نگاه اسلام اصول دگتر اگر که نقش وقتی که در на кону если стоит твоя жизнь, то придется выбрать, да, ёки حیات ёки مرگ. مرگ که انتخاب کردی شهید میشه. برادر مهاجر ببین اونه که در اینجا اول میبروید اول اینجا یک چیزی هست که اختیاری است. همون ترا کسی مجبور کرد اینجا بیا. من هیچ که مجبور نکردم کار دادم یکی نگاه کردم فرمای فیروزی گفتم چی باشه تمام کاملا انتخاب خودت هست و حکومت هم میدونه که چی نمود حکومت است و ما هم خوب میدونیم و این راه خطر بدن چه هر یک آدم میدونه. انسان یا که از جوشش ایمانش در این راه میبراید یا که بسیار مجبور میشه و جبر دیده زیر ظلم قرار میگیره اون وقت میبراید. دیگر بعد از او هیچ امیدی نیست. نهایت دیگر امیدش است که ما دیگر باید ما ببرم و هر وقتی که این تصمیم میگیره میبراید او انتخاب خودش از تصمیم میگیره میبراید. ما هم زمانی که در این راه برآمدیم کاملا انتخاب خودمون بوده. کسی ما را اوگواری کردگی نبود که التماس بیا دایره. این راه اوگواری کردن نیست. ما حاضر اگر برادر عبدالله اگر بگم که بیا برادر متر $500 میتیم تا بیاد نسبت رحمانوف یا تعریف که این فروختن ایمان است. این از حقیقت رو گرداندن است. من میگم خیلی این برای خاطر مبلغ شده و خلاصه آیت و حدیث و دلیل و شعر و میارد برای مردم که شما باید این را گوش کنین که این واجب است گوش کردنش. این انسان اگر الان ایره ما بگم که همین کار بکن من مطمئن هستم که این کار نمیکنه. یا برادر ویسدینه یا برادر سلمونه یا زفر. خب در عموم به خاطر چی؟ به خاطر که اینها را ای درون ایمان ایره جوشش کرده و اون ایمان با پول خریده نشده بود. بعضی وقتا مردم هم میگفتیم که بیاین پدپیست سکنین اونها اصلا گوش ما نمیکردن در اودیوی ما را. یکی زمانی اومد که اونها که بهترین مبارزه شدن و خدمت اونها در مبارزه از اون کسایی که چهره هاشون آشکار از اون هم بیشتر برای ما خدمتشون رسیده انشاءالله. امی ما مکه حسین امی اینترنت تماشا میکردم بسیار خیلی چیزا را تماشا میکنیم. الو امی بسیار چیزا را تماشا میکنیم با همین یه روز بود که همین لنته دا اومده بگیم چخیلی که همون وایده اومد درون تماشا کردیم که با یک چیزی نوی که میفهمی یک چیز نو میفهمی اوجه من میدونم که همون دیلم رو میکشه که ایمان انسان میکشه بعد دیگه همین داخل شدیم تمام بعد دیگه همین یکون برنامه نکسونیم. برادر مهاجر یکی صحبت ها در اینجا بسیار خیلی کلکتیویم خوب میروه. این آیت مثال زنده که من نمیشناسمش و باری اول از شاید من ببینمش. آیت پیشتر درباره ما چی فکر میکردی؟ پیشتر که مثال که حسین ما بسیارتر ویدیوی که استاد محیدین کبیره و محمد اقبال صدقدین همین را تماشا میکنم. بعد این اکوی سلمان و مثال کم بشه از شما رو ما بیشتر فکر میکردم که رحمانوف یک پرزیدنت مثال خوین نیست، قاتل نیست که قدر مردم در بدر کردگی، اینقدر مردم در مهاجرتن، اینقدر زمین فروشه که وای کردگی. اول نسبت رحمانوف این فکر رو نداشتی؟ نداشتم. حاضی چی میگه؟ ایمانت، وجدانت، عقلت، همین ترازوی عقل دا که میمانی همین برآمد ایرا و برآمد اورا چی؟ همین ایمان کدام طرف میروه؟ ایمان طرف حق. طرف حق. خداوند نامش حق است. زمانی که خداوند آدم آفرید و نفخت فیه من روحی گفت، در درونش از جانب حق آمد. اون روحی که در وجود ما درمد اون نیاز به غذا داره، تغذیه داره. ایمان کم و بیش میشوه، ایمان زیاد و کم میشوه
با تلاوت قرآن، با ذکر خداوند، با گفتن حق. این یکی از ویتامین های هست که انسان شجاع میشه با حق گفتن. شما تصور کنید، من برای همه شما میگم کسایی که چهره آشکار در اینجا، اون قوت نیرویی که ادوالسوی که پلوچت میکنه در حق گفتن، او را شما نمیتونین که در ورق نوشته کنیم میگن که من این قدر ادوالسوی پلوچت میکنم یا که اینقدر انرژی میگیرم، اینقدر کیفیت میبرم، لذت میبرم. اون نیرو یک نیروی دیگر است، اون نیپریداتیوم میگن. چی میگن به زبان روسی برادر عبدالله؟ Непередаваемо. Словами не передаешь, да, короче? Короче, این با زبان بگم با کلمات передать نمیشه. بله. یکی سیوتای اخی، سیوتای. Я савол мумкина? Акай Ҳусейн? Акай Ҳусейн бахшиш ака, як савол ба ҳамин бародарму Ваисиддин доштам. Беҳад хушҳолам ки чеҳрата дидесам ки Ваисиддин. Ҳамин дина навор тамошо кардам дина як навора Абдураҳмон 09 бародарму. Худованд ғайратша бисёртар кунад. Аз бораи худат гап зад. Ҳоли аҳволат хубай? Ҷавоб медиҳӣ ё ки мисол навораш дад кунем гуфти гапо? ман ягон навор да ӯ масъала намекунам, ба хотири ки ӯ бародар аллакай ҳамаро шарҳ дод ва бигем ҳамун қисме ки дар бораи ман маълумот додагиай ӯ ҳақиқат дора, яъне хеле макру бозиҳое ки ҳукумат мекунад барои мо аллакай бори якум нест. И дар Москварам буд, дар ина аку ростша бигум бори якум дар Аврупо ба и хеле корошон рӯбарӯ шидам, на? Яъне як коммента гирифтан, аямо як делак шудян, хиёл кардан ки ҷам ба мисли Тоҷикистон ҳамам хеле гувсуд шида мерава. Ба амрӯ бигем як иштибоҳан ё ин ки дидаву дониста як тарҷумаи нодуруст карданд ки ман гӯё дар оҷа гуфта бошум, зикр карда бошум ки ман тра биқапам, фалон мекунам, калата мегирам, мекушамад исус. Албатта ки як проспоси кӯтоҳ гузашт, ман гуфтам амира фақат ҳамин савол дорам, хандам гирифт рости. Гуфтам амира шуморо ки тарҷума кард? Гуфтам тараф худаш. Гуфтам пас гуфтам аввал ё худтон як тарҷумаи дуруст кунед, ё гуфтам ман ин ҳозир омодаам ки ҳамин тарҷумаро ба тоҷикӣ ба олмонӣ як тарҷума кунам ки дар ҷа ман чӣ навиштам ва ӯ шуморо чӣ гуфтааст. Дигар тарҷума кардем, ба ҳамин дигар худоҳофизӣ, паноҳшон ба худо. Яъне аз ин баъд маълум шуд ки ӯ чеҳра ки аст, ӯ нафар ки аст, ӯ тараф аз куҷо аст, мақсадаш чӣ будааст. Баъд дидем ки воқеан дар зери пости ҳамон бародаре ки зикр кардем Абдураҳмон 09 мо як коммент гузоштем ки ӯ аслан як суҳбати оддӣ буд, ягон қонуншиканӣ ё қонунвайронкунӣ набуд, танҳо як комменти оддӣ буд. хулас ба ҳамин дигар манзури саволи ман ҳамин буд бародар ки мақсад ҳол аҳволи шумо ҳозир хуб аст. алҳамдулиллаҳ. Бубинед, як чӣ ман мегум, ҳамин шумо да бародаро як чӣ мегум. ҳамин фикр накунед ки ё ягон деванд. Мо ёро ай пеш дидагием, чӣ КГБша, чӣ МВДша, чӣ намояндаи парлумонша, чӣ худи президентша, то иним ҳамаш ай пеш дидагием. Хуб, ё аслан зур дар ҳамун минтақашонанд, зур дар ҳамун бигем раҳмонистоншонанд. Беру аз уҷа мирғанд, аз ин беш нестанд. ҳарфе зада наметавонанд. баъзан вақт намехоҳед, ман мисол дар сари як компютер шудагӣ будем дар як ҷаласа, ай пуштум як мирғи намехоҳед бигем чизи гуфтаест, дар кардест ҳамин намояндаи ҳамун ҳукумата, гаштум ям хестум, дигар бигем дар пеши мубориза дигар гап намеёвад, сухан намеёвад, дигар гап задарам наметавонам. Ба ҳамин хотири чӣ гуфтанем, ҳадафи мо ин нестае ки шуморо бигем ки бирен ҷанг кунем, бирен занокушӣ кунем, исын усун. На, ҳадафи мо ҳамин аст ки бародари ҷоно, ё дев нестанд, ё ба мисли мо як одами, як инсони оддӣ ҳастанд. Окей, ва шумо инами погиза ҳақ дорен, 100% ҳақ дорен ки аз ҳақтон якумш дифоъ кунен. ҳамон чизе ки дар гидр атрофтон мебинен, дар Москва боша, дар Аврупо боша, 1000 сум 1000 евро ойлик мегирӣ, ҳақ дорӣ биги ки ҳукуматда савол кунӣ, чӣ ба ман дар Тоҷикистони худам ҳамин маоша пайдо карда наметавонам. ҳақ дорӣ ира бупурсӣ бародар. мефаҳмед? Яъне ё ба як бигем ба як зурӣ, ба як рекетӣ ҳамун даврои 80 90 худшон хиёлшон ки ба ҳамин дигар рӯзшон пеш мераванд. На, мо ҳадафи мо ҳамин аст ки бародаро бубинен ки ҳамиё ҳеҷ нестанд. Ба мисли мо шумо як бандаи худоянд,
قدشون گپ زده میشه، قدشون سخنتون رسونید، از حقتون دفاع کرده میتونین، باخی قدشون بحث کرده میشه. یعنی جای ترسش، جای بجوشیدنش نیست. و ای بگیم شما قانون ویران کنی قانون هم ویران نکرده استین، فقط قانون پیشوایی که هست شاید، ولی قانون در یگان اونجا قانون شما ویران نکرده استین، شما بگیم از حقتون دفاع کرده استین، با جنگ دعوت نداره، شما فقط از حقتون دفاع کرده استین. میخوایم که هم دولتتون کم بیش آباد باشه، با مثل روسیه، با مثل اروپا یک چی پیشروی، هیچ نه یک میانه باید باشه. ما امروز هزار مشکلی داریم، غیر از من بعضی برادرها را میبینیم که در اونجا بحث سیاسی در اطراف حجاب، ریش و سطر دیگر بله این چیز این ظلم هست وجود داره، ولی ما صدها هزارها مشکلی جدی دیگر داریم که در اطرافش کم گپ میزنیم و این به منفعت همین حکومت است که ما عموما این مشکلی را بگیم بررسی نکنیم، مطرح نکنیم، صحبت نکنیم. این مشکلی اقتصادی است، قرض دولتی است، قرض بیرونی است، خلاص اینا برق است، اینا بیکاری است، بخانگی است، قشاقی است، صفی طالباندوز زیاد شدگی است، صفی گشنه‌ها زیاد شدگی است. تصور کنین در عصر 21 در یک دولت گویا بخششون بیشت روی زمین در یک سال گفتای چی از فقط از گشنگی مردم مرده است، از گشنگی، از اون که مثلا بعضن ویتامینایی که به مردم لازم است در کار است برای حیات زندگی نمیرسه شد مرده است. این مشکلات جدی هستند. این مشکلی است که ما باید در اطرافشون گپ بزنیم. ما باید از یا سوال کنیم که شما با کجا برده استین تاجیکستان؟ مردم با کجا برده استین؟ میگن که اونمو چاپلوبسش صابیره کیه میگه که امام علی تاجیکا را در عرصه بین المللی با کجا رسون؟ ای مردم ما بیاین خودمون سوال کنیم که با کجا؟ ما را همچون یک ملت گاستاربایتر به حقوق به حق میدونن در تمام دنیا. همیقه دست آورد کرد. در روسیه بکو ببره قطعی یک روس بخوکی برابر یک صحبت که حرف زن یا دفاع که میگه تاجیکی ما قطعی چی بس کنم؟ نه حق داری نه. خب متاسفانه حقیقت تلخه، متاسفانه حقیقت تلخه. با میگن که پریچام اینجا امام علی آخی، امام علی دیپلمات داره، امام علی حکومت داره، امام علی باید حکومتش خودش باید از هموطنش از مردمش چی در خارج چی در داخل دفاع کنه. او فرق بین فقیر و بای نکنه، نه باید از همه دفاع کنه. دیگر سخن به شما میتیم برادرها و ما هم خارج میشیم ان شاء الله. خیلی یک سوال دیگر در میان همین ما هم پیمای فکر نیم کم کم بکنه برادر سلامت باشید. دیگر تشکر زیاد برادرها، خیلی خوشحال هستیم که شما را دیدیم. ما بیشتر دوست داریم که هم شما را گوش کنیم برادران. نه هدف هم برادر حسین برادر سلام، هدف همی است که این بحث نکنه قطعی او طرف، شما بحث کنه قطعی او طرف، شما از حقتون دفاع کنید، شما بحث کنین. هدف همه برنامه همی است که شما برآمده گپ زنین، شما از حقتون همین چیزا پیدا کنین. اصلا بعضا موضوع هست که این بحثایی که ما میکنیم امام علی کی است، حکومت چی است، اصلا در یک دولت دیگر ای بحثی گپورا نو گفتن. آقای وایسیدی برادرای دیگر برادرای مبارز با اجازه شما و بخیزم طهارت کنم نماز پیشینم قضا نشوه. خیلی همون لایک پادکست فراموش نکنه ایت سلام بگه. برادر ما اینجا ما دوام میتیم صحبت را ولی برادر منصور در کبیریم توچکی خدا سلام علیکم بر همه برادر. و علیکم السلام. خب خدا نگهدار، خدا نگهدار. مشکلی خب برادران رشته صحبت میگیرم. اکای منصور بفرمایید. خیلی مشکل بالا کلام بگوارید صحبت کنید. آوازاتون برادر میگفت اخو قطعی بیاد نفهمیدم. بچه‌های دیگه میکروفونشون ویدیو ناس خاموش کنید. صدای من خوب شد؟ بله صوت شده کسا. برادر منصور بفرمایید که یک فکر و نظر و اندیشه و یک سوال اینجا در بین میگذارم.
اگر صدای ما باشه زیاد زیر همین کامنت ها نویسا میکنن که خب مهاجرت در همه کشورهای دنیا هست. این در این شک نداریم و در همه کشورها مهاجرت هست، اما امیر وسیع‌تر برای مردم یک روشن تن که یعنی چگونه مهاجرت یعنی چگونه بخیوس از مهاجرای اروپا جواب بده مگه دم سوال اکه سلام با اجازت کلونا البته مرحمت برادر سلمان مهاجرت همه دولت داره بله مهاجرت های دولتی دیگر 100% نه 200% فرق بین ما دارند مهاجرت های دیگر دولت خیلی مهاجرت میکنند در درون دولت خود اول متخصص رو تیار میکنند بعد روان میکنند به دیگر کشورها تا اینکه از اونجا مبلغ‌هاشون کشیده بیارن به درون وطن خود رو آباد کنند ما را در کجا متخصص تیار میکنند یگان متخصص ما رو تیار کنه نمیتونن کدام مهاجر دیگه دولت میاد در اینجا تگ پای عروس تازه میکنه در شکتور کار میکنه در شپکلوفکه متخصصای دیگه مهاجرت دیگه دولت دیگه میاد انجینر فیزیک خیمیک و متخصصای بهترین تیار میکنن بعد روان میکنن اسلوبی بهترین در همون دولت خودشو اول تیار میکنن شرطنامه میگذارونن که تو منای فلانی بچه منه اینه خیلی نگاه میکنی اویلیکش رو اینه قدر میتی بعد روان میکنن ما را هم برا تستا با ما را روی که یگان چیز ده ما بخرم در جاز تداوجه سپردم بگی 20,000 تا در پاتنت خونه پلید رسخود کردم بگی ما در اینجا کف کرده بگردم خط زن و فرزند علامت باشه نظر یکی منصور میشه مهاجرت بعد این معنی نداره که در سر هر یک ملت تاجیک خب ببینید مهاجرت چند نمود است بسیار از همین موافقین یعنی حکومت یا که چوپلوسا از اون طرف دعوا میکنن که مهاجرت در همه جا هست این خطای مهاجرت داره شما یک چیز اهمیت میتونید که وقتی که هم مهاجر خطای یا که چین میاد با تاجیکستان او از طرف همون دولت و یا را مهاجر میکنن با سرپناه میارن جای خوب شرایط مهیا قدر یک همون شهروند چینی از تاجیکستان چند برابر بالا است یا را تفکر نمیکنن که همون مهاجری که اومده است این صدای کودک خب صحبت از شما پسندتر میتین برادر اینجا خواهر هسته با اجازت شما خواهر صحبتش رو بیرون شو و ما صحبت شما ادامه میتین اگر خواهر مهاجر نویسنده این صدای مرا میشنوید نظر شما در این سوال چی است میکروفونتون رو گریان کنید ببینید در کشورهای دیگه هم می‌بینم مثال ما در همین قزاقستانیم خب از ترکیه میام مهاجرو از ایتالیا هم دورن از ایران هم اومده بودن اکای منصور یا دقیقه اکای منصور همه خواهر صحبت بود کنه بعد شما صحبت کنین چون اجازه باید دادین بفرما خواهر عزیز الو سلام علیکم اکا علیکم سلام همی یک تدین گپ زده است چوپلو زنکوره هرچی گفته است که ایخه میگن زنکو برین فرزندتون تربیه کنین زنکو شما هیچ که این حقوقی گپ زدن ندارین گفته است همو بر اومدک ده همو ده گپ داشتم که چی به زنکو حقوقی گپ زدن نداشتین اوچه همی مردکو هم شیر بچو همینجا ده زنک هیوخی چی به زنکو گپ زدن نمیتونستین او زنکو رو هر گپ میگه ایقا گروبیت میکنه ایقا سخنای بزیب میگه و بیچاره را در تاجیکستان همه زنکا و بودکا و تو صدیقی را امام علی باباتون امام علی مرد غمخوره گفته هم خیلی فریب میکنن اوخی زنکا را برش ما بودکاتون رو تربیه کنی چی به زنکا گپ زدن میتونستیم خودش برومده همو مردک نامشکی بود رنگ همی از جوبی را اکو اینترنت در گام میزنه مردک زنک سفر رنگ همو با زنک مردک هم تا شپیده است یک کس در گپ نمیتیه گپی همه دروغ امام علی روست گپی امام علی روست بچه من صدیق میداد تاجیکستان
ҳози айни ҳол да Москва мактаб мехона, мега ки оча чӣ ба ки ҳами Эмомалӣ пеш мегуфт ки бобои Эмомалӣ ҳози мега ки оча ҳами Эмомалӣ мегуфтам да сади ки мо ки бобоя инсони хуба таъриф мо шеър мехондем дар бораш. ҳози дар интернет мебина муҳоҷиро ёрдам кунем, муҳоҷиро и касала и камбағала, мега ки чӣ ба бобои Эмомалӣ ка инсони хуб будай ба президент ина Путин халқша нигоҳ мекунад ку вай нигоҳ намекунад, ина муҳоҷиро ёрдам кунем, муҳоҷиро ёрдам кунем. ҳатто гудаки синфи се садикиш дар ёд шай дидед шумо аки бо меброяд ӯ чоплус занако ҳуқуқи гап задан надоранд, занакоям гап мезананд, хуни занакоям дар ҷӯшай дар муҳоҷират. ман акай Ҳусейнаву шумораву акай Салмону ҳаматона гуфтаним қантона зане шумо имрӯз дако ҳамада фаҳмондесте зан ода мард ода кӯдак ода пир ода ёш ода и чоплусо меброянд хеле гап мезананд, занако да мисол дуҳу пописа мекунанд. и аки правилаи гапи тарафдорои Раҳмоновай ки то што фақат группи гап мезананд, мардум да зӯрӣ мекунанд, намегӯянд ки яъне мо коргарои давлату ҳукумат дар хизмати халқем, намегӯянд, мегӯянд ки халқ ғуломи моянд, ина ихе халқи мо да фаҳмондагиянд. ба ҳамин хотир камтар тарсу да ҳаяҷон ба занакои мо мегӯянд ту занаки ту ҳуқуқи гап задан надорӣ, гап назан. чӣ ба занак гап намезана? Занакам қатъи мардак сарш ягай, мозгуш майнаи сарш ягай, ҳамин қайки худованд ба зан офаридай. ба ҳамин хотир буромада ҳамин чоплусо да гуфтаним заноя бисёр шумоҳо пас назанед, шумо натарсонед. дигар кӯдакҳои мо ки синфи якишонаву давраи садикии Тоҷикистоншона ҳози дар и давлатҳо муқоиса мекунанд. кӯдак даже мега ки бобои Эмомалӣ не вай номардай ки дар ютуб кӯдак мебина мега ки оча чӣ ба ин мега ки муҳоҷиро ёрдам куне и бехонае и бекасалай и инвалидай. ай ҳами уже ки мо калоно намефаҳмем, моя занакоя яъне чоплусо раҳи моя нагирем, мода гап назанем ки то што шумо занаке хеле. ман беҳад хурсандум ҳози дидум интернетда студияи шумо да ҳаматон ҷамъ шуден. раҳмати калон худо нигаҳбон бошадтона. раҳмат шумо да ки ҳамихе барномаҳо мекунен, мо ҳамамон мефаҳмем, медонем, мебинем, то чанд намедонистагиам диданшон васеъиятшон бисёр шудестай. беҳад ман хурсандум. раҳмат мана дар студиятон қабул кардем. худо ҳаматона нигаҳбон боша. ҳамин барномаҳотона давом диҳен иншоаллоҳ. манам мефорама фарзандон 4 та бача дорум. ояндада ранги шумо ҳамин хел шердили ватан шавад. чоплусҳою Эмомалию ино да вообще одамои ноҳақ да гуфти гапҳо чӣ накунанд. инсонои хуби ҳақҷӯй бошанд. шумо метавонед аз студия берун шавед, чӣ нафарҳои дигар берун шавед, чӣ нафарҳои дигар дохил шаванд. раҳмати худо. худо нигаҳбон. худо нигаҳбон. акай Мансур суҳбат идома тен. апа шумо кулан берун шавед, чӣ нафарҳои ҷадид дохил шаванд. хоб боз овардаги ҳами хоҳарам бартар суҳбат мекунам барои чоплус, барои муҳоҷирое ки меҳнатӣ. бибинед вақте ки ҳар давлат муҳоҷир дорад, дуруст аст, вай муҳоҷирои худшон мебарад бо шарту шароити худ, бо ҳамун нигоҳ хеле ки дар давлати худшон нигоҳ мекунанд вайорам дар давлати хориҷӣ ҳам хел нигоҳ мекунанд. мо дар ҳамин кишвари Қазоқистон зиндагӣ мекунем. муҳоҷирои корӣ аз кишвари Туркия ҳастанд, аз Кореяи ҷанубӣ ҳаст, аз Эрон ҳастанд, аз Италиё ҳаст. ва ё меоранд камп, мегӯянд лагер задагиян, ҳамун ҷойи хоб, мегӯем ҷойи зисти хобшон бо тамоми шароитошон вайёро муҳайё мекунанд. ягон пулиси дохилӣ мисол бидуни қонун, берун аз қонун ҳамун муҳоҷироро мисол гапи баланд гап задан наметавонанд. маънои гапи ман дар чӣ аст ки бибин вақте ки муҳоҷири тоҷик мегӯянд чиз мекунанд, аз ҳама пасттарин, яъне қадриш пасттарин дар дунё ман фикр мекунам бештар аз муҳоҷирои тоҷик нест.
yok نه دولت از طرف یو حمایت میکند نه کنسولگری نه یگان جو یورا بورها همون برادرو خودشون چیز کردگی هم انا بعد در مسئله همون چوپلوسی که دیروز نه خواهرم مثال آورد ما فکر میکنم که همین اسیری همون رژیم شدگی است یا یگان کارش سخت غلطیدگی در همون رژیم یا که برای که همون دیده و دانسته سفید گفته است و همون زد خود نداره و هم ترپی دوری پیش رفته است او اسیری همون رژیم شدگی است یا که دستور گرفته است از همون دستگاه کمیته امنیت ملی و یگان خیش تبارش هم خیلی است ما هم یک فعال جامعه شهروندی هستیم همین برادر خودی ما هم دختر خالم هم یک 3 روز 4 روز پیش کمیته امنیتی دعوت کردن همین پرسپوز کردم من گفتم من شماره تلفنی من مرحمت مستقیم با ما تماس بگیرم برای شما چیکار دارم یک همین حرکت های نامردی و غیر انسانی ما رفته همین کشور هم باید باور کن در برابر همین کره جنوبی مقایسه میکنم از کره جنوبی یگون فرق ندارد محدودیتی مثل یک بیان یا یک رسانه‌ای یا یک هر کاری میکنیم حکومت گنده نکه اگرش نگیرم میمبری حکومت بد نگو این نمیشه اوخی اصل 21 هست آدمو کور نیستن میبینن زندگی دارن یک نفر میخواد لباس خوب پوشه فرزندش در مکتب بهترین تحصیل کنه یک وکیل شود مهندس شود یا که نمیدونم یک دادستان شود همه این پدر و مادر آرزوی هوس دارن این آرزوی هوس برای یک گروه و یک قوم متشکل نیست در وطن ما من آزاد آزادی نیست من نیست از بوی آزادی در حتی نیست یک آدم میگوید یک مثال از آزادی حق صحبت میکنه و از سریع چکار میکنن میبرن کم میکنن بعد بدبختیش هم چی است که دیگر آدمو از پشت همون نفر بلند نمیشه و نمیخیزن همین یک تا شکار کرده برده ایستن من همجا میخوام سخن خاتمه بودم و دیگه برادرها هم مرحمت سخن حالا ما باشه که اگر که بود کردیم کلان از استودیو ما رو در یوتیوب تماشا کنین و خواهری که در اینجا هستین خواهش میکنم شما هم کلان بیرون شوین از یوتیوب ما رو تماشا کنین چون در پایان میستین پرتال بند میشه دیگه نفر داخل شده نمیتونه خوب شد از برادر خدا در پناه خدا باشه باشه ظفر اگر که آخر سخن داشته باشی بفرمایید نفرهای دیگر رو خبر کنید سلام علیکم و رحمت الله یک بار دیگه نفهمیدم برادرم کی از خام ما رو چرت میتونم اکای سلمان یا دقیقه دوستو ما هم ترک وقت داریم کم ترک وقت داریم ما فهمیدیم ترک جا ما 6 بار از سخن گوش میکنم وقت من کوتاه‌تر ایده برای هم کم هفتم یاد سخن قطعتون کنم برای که ما هایی که زنگ میزنیم قطعتون صحبت کنیم اولا با همه برادران مهاجر مسلمان توجیه سلام بیان میکنیم خودمون هم وقت در جایی که باشین سرتون بلند باشه هرگز پستی را نبینین چی گفتنیم که خیلی انشالله که همه چی فکری که شما دارین ما شما را تماشا میکنیم گوش میکنیم یکم زبطی شما مقصد به پرسماتریمون نمیگذره فکر عقیده‌ای که شما هستیم ما همه فکر کنیم که ما در پهلوی شما هستیم نه اینکه مثلا ما خودمون شهر نیست مثال دوی شام بتیم خیلی میدونیختون که پرابلم مثال بسیده میشود برای همین خدرش ما مثال خودمون پناه میدونیم که یکون چی نشوده پرابلم نشود ما 4-5 نفر در یک
مقصد کار میکنیم همه وقت مثال زبط ایمینا با همین اکای سلمان برادر سخناش بسیار خوبی بدایده نسبتی با هستن مقصد افیروی که دیگه طرف رو شکل محمد اقبالی حسین اشور من برای چی همه اگه همجا گفت زد که دین شب افیری اکای حسین در بچه درآمد نمیدونم کی بود من شما خواهش میکنم که مقصد هست آدمایی که بی مقصد همون نقل دروغ گفته است در همون سخنرانی هم آدم خانه ایم که مقصد اوش همین چیست دروغ میگه در لاش گفتی همون گپاش معنی نداره اساس نداره چی گپی که میزنم میگن که تو فرق داری تو دکزت استفاده داری آخی فرق دکزت استفاده را در پیش تایی که در تاجیکستان خلق چیزی نداره بخره آوی نداره آوی که در دهه‌ای که زندگی میکنیم آوی که نوشاکی که اولین درجه باید آب باشه اما چیز نیست اولی گذاشتیم های بحری اون خند او گوشتکو خیلی گفتی همون گپای اگون نامخریه اگون خدویه نشود مقصد او چیزا را دیگه بودکا نمیبینن یا که ما کلونا علا خصوص با او رو زنگ زدیم گفتن که سوم جمع کردستن 50-60 سامانی مجبورن برای که بلینسوره سوز کردن بلینسوره ریمون کردن بله سخنای ما اومده سه کسل بله بله من گفتم که مقصد اگر کدومی که به سر سوم می آید وحشه اگون سنته پوزکای مقصد چکاری میکنه که این حق دولته باید این کارو را دولت کنه در سری مقصد منبر ششتگی باید که پرابلم های شهروندیشون اجرا کنن حق اونها هست نه حقی که همون شب گفت زد میگه که ایسین یک حسین میگه که تو چی کردی در وطن در خلق چی کردی برادر صحبت های فردا را به همون برنامه حق و باطل میمونیم اینجا نه ما فهمیدم که یعنی من همین سخنهای کم را میگم که ایمینا برای شما اصلا نمیشته در اینجا نیست یعنی که هر یک برنامه بگذار موضوع خود چه داشته من اینجا موضوع گذاشتم اصلی مهاجرت سبب مهاجرت یعنی مهاجرت درست است که در همه منطقه هست در همه گوشه و کنار دنیا حتی در شویتزر مهاجر شاید داشته باشه مهاجر دیپلماتیک اما مهاجرات مهاجر ما از مهاجر امریکایی از مهاجر ترک از مهاجر آذری از مهاجر بلاروسی از مهاجر روس از مهاجر نمیز یعنی که فرق باید بکنه که ما در کدام رشته قرار داریم در کدام زینه هستیم و یک مهاجر امریکایی در کدام زینه ما بیا ما همین فکری خود ما بگم که خودمون در کدامش قرار داریم کوتاه بگو با دیگران میتونیم این دو در یکش دیما همین دمون همین مهاجرت تاجیکا کو همین جدا سگی همین جا قدر دولو تاجیک سلامت باشید درست است بله واقعا نیست مقصد چی پاسال چی کنسولش میره چی راپورتش چی تمامی ساحش میره ایگو بله در دانش اون هاوس کدایی قطعی سخنی خوب بینه خیلی سخنی که به پول هم سخن به پول هم سخن نمیکنن قطعی معامله خوب نمیکنن که همین شهروند جمهوری تاجیکستان هست ما ای پشتی انمی خلق نو یفته سیم خورده سیم زندگی مو پیش رفته سیم ماشینی پیش دشیشتگیم نه اینکه قطعی هم یا گروبی ابرشین میکنیم نرمالی ابرشین میکنیم نیست خیلی برادر بله بله سلامت باشین الله باشین انشالله که شما همه چی فکر شما داره شما هستیم راستیم دمتون آقای سلمان ما همین دست خواهی را میزنه میبرم آقای جان اصلا ما با این برادرها گفتنیم که همین مقامات تاجیکستان هیچ وقت نترسین چیزی هست همین برای نشکره گفت زن یکون جای ترس نیست نیازی وقتی که همین مقامات بوله ادام میه برشکنجه ده برشکنجه همتا دیگه میبینه که نمیشه و حق گفت زیسته گفتی گفت رو با شایی میکنه میروه انشاءالله ما قطعی تانه میکنم سلامت باشید آدم میتونه کلان از استودیو هم از شام بیرون شوین اگر تماشا کنید در یوتیوب هستین نفرای جدید داخل شون خب ما دیمون این چیز گیران میکنم میکروفونش بفرما کد بچه‌ها در
комент фақат исми худа нависед, яку димона ба савол битегҷошед خارج شد. همین آقای سلمان میگم برادر سلمان میگم همین اکرانتون رو روشن کردن یا که کدام گروه برآمد در اینجا که اکران روشن شد؟ چگونه روشن شد؟ همین آوانگارده که برآمد اکران روشن شد که دیلم فوریست گفتم از ای اصلا کدام هموطن است فقط به خاطر اینکه پسر قبول کرد نام شما چی مونده خب سخن در دمو میتونیم بفرمو یا دقیقه برادرم دمو صحبت بود کنم بفرمو برادر Я только по-русски разговариваю. Bitteschön. Bitteschön. Про этого Рахмана. Мы вас понимаем, а так не можем отвечать. Да, можете говорить по-русски, без проблем. دیمونی ما گپ نمیزد از خدا. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. که سلمان و دیگران برادر یک دقیقه بسته. خب من همچون مهاجر مادامی که حاضر گپ از مهاجر برابر الحمدلله رب العالمین دانشگاه سیبیرسکی государственный геодезический академия работ кардагиам. خب که فرزند امامعلی رحمانов میگن که در روسیه ختم کردگی نمیدونم با چی لفظ گپ میزنم و یا زبان ارسی را شرمنده مکدمی آمدگیش شرمنده کرد. خب مایلش من تاکید نمیکنم باز میگم که با مهاجرایی که میروند تلفناشون میکوان و دیگرش میکنن لعنت خداوند بر ما باد. ما را هم یک چند دقیقه پس قپی دادن برای پرایر که دکومنت در مترو کدام ای در حکومت تاجیکستان کدام نمیدونم سپارش گفته که تروریستان اکستریمیستان تلفناشون بکوین تاجیکورا هم خیلی نه فهمیدم راستی گپ گفته گپون نیپر است. уже بچه‌ها هم ماشا پرایر که کدیسیان هم خیلی نمیدونم به خدا قسم تو چی درجه را ما پستیم که برای یک از به هیچ دکومنت داریم همش 100% گراجدانی روسیه راست تاجیک تمام خاص سیاه مردم که سرازم معلومه کن. خب هم خیلی اوید هم خیلی سپورت کردیم راستی گفت ای پشت همی سپور شون اوضای ما رفته سرکسان بله ای پشت همی سپور شون بار شتراف بودن نمیدونم چی شترافه من مگرم یکان یوریست پیش برم вообще نفهمیدم که چی برد برای چی مرا گرفتن خیلی ستاتیا و خیلی شتراف کردم من حیرانم باور کنید من خودم دانشگاه همجا خوندگیم اکونومیستم من حیرانم که مرا برای چی شتراف 1,500 کردن نمیدونم قدری ما تو کدام درجه تو چی خدا رحمت کنه همی پیشوای مورا که باور کنین تا 25-30 سال بود امی روسیه همچون شهروندی روسیه بود تاجیکستان بردنش نه ایستش کردن نه اوسو بیچاره اکای کرامت شریف همین مردم باید از همه عباره ها استاد پیشوا دوملا حضرت باید ما از همه عباره ها بیرون شویم. درست از یک انسانی که خدمت میکنه خب او قرضی او از خدمت میکنه فردا در نزد پروردگار ارزش را میگیره. ما نباید دیگر همین یک فلسفه بی معنی که از یک نفر قهرمان تراشیدن از یک نفر نمیدونم یک اولیا تراشیدن نباید چنین باشد. خب کرامت شریف گفت درست است که یک نفر بود که یک مدت در حق مردم خدمت کرد بزرگترین چیز خدا رحمت و مغفرتش کنه. دیگر پیشوا گفتن او را نباید ما رنگ رحمانوف الگو بتراشیم دیگر مردم تاجیکستان باید خلاص سیاست بیرون شود. بله نه درست گپ کنه سلمان درست نه که ببینید حاضر خودی همه برادر عزت امان همچون همت میبینین подписчикاش تا 200,000
میترسن این مهاجرایی که 2 میلیون اینجا به نام خدا میترسن که подписаться کنن давай لایک همونا باز من برادر سون جانداره برای نمو گودک حکومت یگان بار من ندیدم که ای حکومت تاجیکستان ای سفارت یک کس یک کپک یاردم کرده باشه همین اکای زد امون اکمو کردیم چی گفت شما جمع کنیم برای که توجیکای ملوخ شده گیم برای همون سلام علیکم موضوع ما رفته است برادر صبر کن صحبت بود کنه صحبت با شما مهاجر و با اکای خواندار داخل شد شما در این بحث استودیوی جدید ما ان شاء الله میکروفون رو گیرون میکنم اکا پس از برادر شما صحبت میکنم برادر بفرمایید مهاجر آخر سخن توکای همه چیز دوام میکنه مهاجرتی ما که ما اینجا مهاجر اومدیم خیلی کس دستات زندگیش سازه که همه چیز ارزانه نه که باید ما خودم اکونومیست همچون اکونومیست باید برام در درون تاجیکستان باید ما فعالیت کنم باید ما اولی که ساز داشته باشم مهاجر در درون تاجیکستان باشم بیزنسی خودم پیش برم نه بله هر یک مرده برادر باز میگم هر یک مرده که ایس میپرتویم مینت نشو بنام پروردگار این پلان کو اکا همه اینا سبب دارن خرج حساب میکنن اما نمیکره 1000 تومان چی اشتراف کردیم 300,000 تومان اشتراف کردیم 200,000 تومان اشتراف کردیم کلوب میشون خیلی مهاجرا رو یوردن که لاقا این چیه پای خانم استاتیا بزنن که بله استودیو دا بچه‌ها زیادن ان شاء الله صحبت‌ها برنامه‌های بعدی ده خدا نگهدار با خدا خداوند اونگرد است ما اونگرد پیوست میکنیم اگر بخوان اونگرد است و گارده دیگر پیوست می‌خواد صحبت کنه اونگرد بفرمایید السلام علیکم خوبه نازن اگر یگان سوال باشد به طرف ما من از صدق دل به شما جواب میدهم ما فهمیدیم شما را شناختیم ما اینجا شما را با برادر محمد رجب پیوست میکنم یک جای صحبت بکنیم قضیه مهاجرت و ممکنه ما خطش کردم اکای خاندان شما میتونید خطی هم اونگرد از یک بچه‌ای که در یک برنامه ها بسیار اشتراک میکنه صدای مردم را زیاد بده سلام و رحمت الله و برکاته برادر سلمان و بچه‌هایی که اینجا قرار دارن و نفرایی که در یوتیوب تماشا میکنن علیکم سلام صدای شما هست که بفرمایید خیلی خوب خب گوش میکنم که چی میگن اون نفر همین یک بیچاره هم همینه نه اونگرد نویستگی است او هم یک بچه است که در برنامه صدای مردم هم گپ زده بود و در دیگر برنامه ها هم صحبت کرد میشنوید همین اگر کامرا تا گیریام بکن اگر که امو اچکیات رنگ امو ممکن است پارسو ممکن است یک دو سخن گویم اول من برای چی این خیلی سر و رو را محکم کردی برای اون که من با قریبی اونیورسیت رو بود میکنم و همچون یک کادری تیار به دولت خود رفته کار میکنم برای همین بخشش که کلمه های روسی استفاده میبرم برای که طول 6 سال است در دولت روسیه من خوندستم بعد همین سال بود میکنم و بعد تاجیکستان رفته کار کردنیم برای همین سر و رو محکم کرده чтобы ягон проблема да будущее амин нашавад ай так ягон вопрос боша ҳамчун ман тарафдори давлат ба вопросҳои шумо ҷавоб медиҳам ихтисосан международные отношения ҳамин вопросҳои политики любой вопрос боша ҷавоб медиҳам без ягон салом алейкум қатъи студенти ман москвада мехонам давай хатима базар ки дар ҷой россия мехонам дар ҷой россия мехонӣ ма در طرف европейская часть России. چی میخونی؟ در شهر بود؟ با قریبی وارونش ده میگه точно شهر مگوسته نمیکنم این از حساب خاص نیست اینه خیلی گاز زده میتونی اینه ماسکت بگی اینه مرده گوری گاز میتونی من باز برادر باز شما با همش گفتم برای چی من این ماسکه اچکی گرفته نمیتونم کسی برای که تیا لخی فهم ترسم چه که برای میخوام من استودنتم
من همین گام میزنم اینا ما میخونم در مسکو همش همی مثال گپ همی ابیس پیشنیو را دری توجیکستان میکردن ما نمی اومدیم در همی غریبی نمیخوندیم من 3 سال سپردگیم در توجیکستان 3 سال من علمه میدونم که بعد این ویدیو میدونم خونه مو میروان ما بختامش هم میدونم که میدونم پدر مرا اوچه مرا تا خواهر مرا مثال گپ من میدونم میگم پلبون ایتک من در چون نیست که اوایه برای که من نسام دلم خیلی پدر رو دام گپ میزنم پریکوشن میکنم ایا چیزاشون تو من خیلی چشمو تکه بلوگ اچکو تا بگی با گپ زو مرده گونه مرده رنگی من گپ میزنم چی گفتی چیز کاس که خونده سی تو وطن گفتی من 3 سال سپردم در توجیکستان گوش کردی گپ مرا گوش کردم من 3 سال در توجیکستان سپردم вообще тугры нагирифт даже гузашта будман тугра якам часпид хоб ممکن است با سوال همین برادر جواب بدم давои худ сари аст ки ман ҳоли тоҷикистон бармегардам ва намехоҳам ки мушкилот шавад замоне ки ту аз як ҳукумати раҳмонов дифоъ мекардай яъне барои чӣ бояд мушкилот биёяд пас худ иқрор шудасӣ ки ҳар касе ки дар муқобили ҳукумат гап занад аллакай болош кадом мушкилот ва проблеме биёд ҳамиҷа дам ман суҳбата хати акаи муҳаммад раҷаб пайваст мекунам дигар баҳса идома медиҳем ака бифармоед برادر من یکمش طرفداری دولت در طرفداری правительства رحمانов نکاگی من برآمدم همچون دوستداری وطن نه شما گفتین در اول که خب سلام علیکم دیگه شما گفتین که ما طرفداری دولت چند برنامه داشتید برآمد اول گپتون هم خیلی گفتین خب برادر سلمان شما سوال گذاشتین که فرق بین مهاجرت خب مهاجرت دیگر کشورها در چی هست مهاجرای ما در چی هست اگر از همه چیز مقایسه کنیم مثلا خب نمیدونم میگن که تلفن مثلا خطایی تلفن نمیدونم فنلندی یا که دیگر جا یا که آیفون یا دیگر جا مهاجرای ما هم بیچاره هم خیلی شدن صفت پسترین هستند بله هر کشور با خودش مهاجرت داره اما مهاجرای ما فرقیتش در او است که 30 سال است که فقط سنی پستی میروند نیست که مهاجرای ما یعنی زینه بلندتر برویند خب دیگر اگر خب تجار شوند نمیدونم یک صاحب کاری مشهور شوند اگر یک ترک یا که یک خب ملت دیگر در اروپا مثال بیاریم یک نفری که 30 سالش در اینجا است علاقه شرکت خود را دارد خب زیر دست خود کارگرای خود دارد در یک شرکت های بزرگ یعنی یک مسئولیت خوب دارد خب یک درآمد خوب دارد خب و دیگر چیزا اگر مقایسه کنیم مهاجرای ما در تاجیکستان 20 سال پیش پدرش آمدگی یا ساختمان کار میکرد یا که خب روبوچین میکرد کوچه ها و برف و دیگر چیزا رو میرفت تازه میکرد پدرش میامد همین کار رو میکرد پسرش بعد از مکتبش ختم کردن یا که صنف 9 ختم کردن میآورد زیر دست خودش در پدوال خب بود اگر بهتر میشد اگر در یگون خب خانه 3-4 نفر زندگی میکردن و پسرش همون کسبی که میآموخت همون کسب میآموزه و پسرش بعد از پدرش پسرش با همون روبوچینی را میگیره با همون برف توزکنی یا کریشه یا خب باموی خانه را یا زمین یا راه رو رفتن این فقط مهاجرای یعنی مردینه ما را داخل داره اگر مهاجرای خانمای ما را بگیریم زنای ما را بگیریم یک تایش که می اومد در یک نمیدونم کافه یا که رستوران یا که خب یک گستینیس یا که یک جا روبوچین بود امروز دیومش با می بیاید با همون کار میکنه یعنی چیشون میگن
کلاسیفیکاسیا میگن چون بلند نمیشوه همون پسته که بود همون خیلی میمونه برای چی؟ برای که حکومت ما اول که 30 سال مردم از این نوعی که بگیم که مهاجر میرفتن میامدن بیسواد کرد و تو امروز بیسواد کردیسته نه یک بگیم که کادر برای کادر ساختن یک چی بگن شرایط مهیا میکنه نه برای داخل نه برای مهاجرایی که خارجه میروند برای اونا یک شرایط مهیا میکنه و فقط مردم گذاشتگی به حال خودش به همین خاطر مردم دیگه از زندگی وزبین مکتب تمام کرده نکرده میخیزن مهاجرت میروند و در مهاجرت اینه به این عذابا و به این چیزا چیکار میکنن گرفتار میشوند به خاطر که در کشور خودشون نه علم خوبشون میتین نه یعنی نه مکتب نه اینستیتوت نه دیگر خوب اول که معلماشون خودشون بیسواد موندگی هستن با امروز نسل همین خیلی بیسواد آمده رفته است مهاجر شده است عذاب کشیده است در روسیه کشته شده است زندان شده است در روسیه در تاجیکستان هم همچنین بگردن میروند کدامش قطعی کدام خوب مبارزه اگر در کجای سلام کرده باشه هموطن یا که نمیدونم ای زور آمد چه یک بار فکرش میبره در برآمد میگه میروند در اونجا یا زندانشون میکنن خب یا که دیگر مشکلی را به سرشون میاره این ای است برادر محمد رجب من راستی همین مرد بچه توجیه که ما در یوتیوب تماشا داشتم من نبودم همین مرد بچه توجیه نه همین شیر بچه توجیه که دیدم که مسکش گرفت کو در مقابل این خیلی اوانگارد و واقعا سلیوت اینا ببینین چقدر پیش میکنه قفا میکنه اینا از ملت دفاع کردن اینا از دولت دفاع کردن اینا از وطن دفاع کردن ببینین اینا از چی باید ترس داشته باشید شما باید آشکار ببرین یه خیلی برنامه ها بسازین که با مردم صحبت کنین شما خطر از چی دارین یک سوال دارم این هم 3 سال شد میشل دیگه با سوادی که ما سپاریدیم اومدیم خیلی دمی غربی مقصد لبای چیز دیدیم ده پستیش هم دیدیم بلندیش هم دیدیم این هم 3 سالی که از ما خوندگیم بگیم همش در کنی گو رفته است برای که 2019 من ماهی همه اکتبر خماچلی کردم برای که در یک افشد بوگین توجیکور هم خیلی جادم میکنم و общем اونجا در کامنته اومده رو برای کامنته اومده توالت هم جوی فلوس بود همونجا ما کروچ کسا شدم و برو اومدم اچلی کردم با 2020 دوستانوی کردم و این مرد و общем یا ماه نگذشت هم که خیلی کسالی خدا زدیم خیلی ترونه پرونه کول بلو دیگه شدیم ما در درو وردگیم وقتی چنین موندم ایویچ سپیدن کلت را و общем اوه استفاده کردیم 40 روز در یک خونه وقتم تمام ارگانیسم درم کارمون کردیم من مثال بین همسایم بچه کم ایرانشون بودن نمیتونم این انسان رو بوده شکستن لیکن 6 ماه گذشت ما را وستانوی کردن دیگه اگه ما پروس همه اوانگارد رو تسیونه که خیلی دماسکو میخونیم یا که دماسکو بسن در کدوم کشلو کلیش میگه حوزی من 6 ماه یک گروپ خوندم میگن که بعد وستانوی کردم میگن این گروپ ایت نیست 13 تا پریزده چه دارون سیستمشون بعضی وقت کس میکنه پلاتیو رو پرینیمت نمیکنه بعد میگن که کراچی 3 سالی خوندگی ما بگیم حیف شدگی نمی روزای نزدیک اکو باشه اچسلیت میشیم ما در این توجیکستان ما در اونیورسیت هم خیلی جا 25 بود کردم میتونه که من برام بخونم میتونم من نکردم ما 3 سال حیاتم برنامه الله پسم با همه خکیده بگیم دیگه من میدونم موزی برنامه الله ما میدونم که میدوان از خونه ما میرم مادر من دلش گره میبره من
پدرم همچون من خیلی میدونم از پالیبوم پریتنزی هم ایتاگ ما وقتی که خیلی اکی در اینترنت لوبوی کس پریکو و اون لوبوی پوتین پوتینه پریکولش میکنم من خیلی چیز خیلی یومور چیز میموندم هم وقت ما برادرم گم کرده گیردم بگذار همین اوانگر تو جواب تو را بگه اوانگر که جو لنگ نموس نباشه که جو گاو میزنم که مرده گوشه اچکیو تبگی مرده گوره گاو زدی برادر گوش میکنم گوش کردم گپ از اولش تو اخیر دامی گپی خودت سه سوال بود یکمش که ترا در یک общежитие جایی که یک بیت تاجیک ترا یک общежитие بزیر بود نه نه بیس اوز مقصدی گپی ما میگی اینا مرا اوز یچلی همخی است سه سال حالتون به فایده بگیم رفت توجیکستان ما دمخلی منو میخوام سلخوز بخونم ما در کار نیست سلخوز ما سلخوز نیست من انجینیر میخونم ما در 25 بود میکنم 20 ساعت نبرم بخونم نمیکنم برادر якумаш ҳамира оли давлати хмо попробуй накаги наспордаги документота агар саводи бурдига мегум ма 3 сол дар тоҷикистон спордаги документота наспордаги тарикадаги нести ма 3 сол дар тоҷикистон спордаги ту ма даст каскан ту мардаг ачки табиги ба гап зохити ам мирда ма мемрем унашо мирда буш сарм зиёд дидагим ти برادر مردبچه توجیک امانگرد یک لحظه صبر کنده بر مردبچه توجیک ایتالیانس نیست ای ایندیا نیست ای توجیکستان ای شما خیال میکنید که در مقابل شما گپ میزنن یا در مقابل رژیم رحمانوف گپ میزنن یا ای دیگر نژادن ای دیگر قومن یا هم شهروندای جمهوری تاجیکستان در اوج این مرحله ها را گذشتن طی کردن میدونن تجربه دارن امروز همین سوال کرد گوش که تو یگان بار در یگان جا عریضه دادگی نیستی تو در یگان جا شکایت کرده همه تقریبا یک جواب میگین یه بچه اولین سوال همین است که تو چی خطر داره که اینقدر تعرض پر پیچونده акай ҳусейн аз ҳисобе ки синни солатон калон аст аз ин ҳисоб ҳурмат мекунам шуморо ман хатар надорам ман гуфтам ки ман 6 сол дар ин ҷо یک لحظه من با یک بار دیگر میگم سیاست رحم و بیرحمی و کلان و سال و میدان نداره تو مادام میدان جنگ برآمده تو در مقابل ما جنگیده ایستاده ما در مقابل رحمانوف گپ میزنیم تو میخواهی که از نظام رحمانوف حمایت کنی ما خطر داریم که مسکه میزنیم شبکه میزنیم که نامرد میکنن همین تو چی خطر داره که تو اصلا نه پروتیف رحمانوف گپ میزدی نه پروتیف کسی دیگرش گپ میزدی تو چی خطر داره که تو اینقدر عروس وره باز میگم خطر پیچونده سین سال بالا در سین سال ما چیزی میخورد بگو یکا وقتی ما یک میگم ما هم خیلی اودام کی گپ داره اودام میگم برای من دوست نمیدارم من اتوری میگم مردا گوره کشتی گفتی تو مردا کی نه خیلی بگی گپ زن این مردکی ماجه منم خسته ما گفتم بیا بدرم بگم که مردکی را دیدی هیچ کو کده اختا نه چکید معلومه نه معلومه از یکا میدونم که وقتی بعد این ویدیو بوم دوام میروم میگن که من از اینکه در فیسبوک ما یک استوری کردم هر چیز همه میکنم که بوبای دونا را 5 سال بعد اگر گپ میزدی نمیرفتن برادرها همین مردی دمی مسکه دمی اچکی ما شما مردی را دمی میبینیم مردی را در چی میبینی؟ ما مردی را در درون کلان میبینم که چی مردی که در حیات در کی مردی که در در کبشه التماس ما خطی همی گپ زنم یا در این استودنت هم استودنتم به چی مردی که در حیات میسوندم ماکسیموم کورا که تو در حیات کرگی نه پوکشی تپش بود هموندگی رفتگی یه بچه مردک بدونی باید مردک از کرمه نگف زنمی پروردگار اگر جونی مرا بگیرم من روزی ما تاگ یا اکا یا خوار مایدست لگی من روزیم روز هم مردک شیم ترسیدن در کار نیست همی ترسی این اوژه ما میدونم که توجیکه ما اوژه چند قدروش اوژه لخ شدگم ما برمینی پاکستان رو بگیزانده ما را باید بینین دوستی نکنه ای تک ما دوستون رفته گم نکیم ای بچه وقتی که تو مردی گم بزنی تو برو اکرمه نگوزم ما یکم مخالف نیستم ما گروه 24 قطعه هم کورم نمیکنم
من که من خیلی زور اومده گفتم وزی بعد ایما بدون که اوچه ما را زنگ بزنم و میدونم که بعد یک کار مثال دیگه ما در تاجیکستان زنگ بزنم مقصد ما میدونم که اگه پرابلمش همه که میدونی که وقتی که انسان وقتی که مردک وقتی که مسلمان باید حقیقی شود لیچمر نه ماسکر انا چی خوی که رنگ ما وریم مزدور مومدیم که خوی ما همین جایی گپ بستانیم که وقتی که دیو همین وقتی که در برای پالیتیکا گپ میزنیم اسلام در همین جا قوش نکنیم چی؟ وقتی که اسلام میدونی پالیتیکا یا میدونی اختصاصی تی چیه؟ اختصاصی من международные отношения параллельно میخونم отношения политика چیه معنی پالیتیکا خودش چیه؟ چی میدونی پالیتیکا؟ سیاست دولتداری چیه؟ چی تزده بچه؟ من خودم یوریست بردم در تاجیکستان چی پس اول پالیتیکا را معنیگو اسلام گرفته یعنی چی تزده سواد نداری؟ با میگه من بروسی گپ میزنم я могу с собой тоже вот на русском языке без акцентов пообщаться. Но я знаю, что у тебя ума нет, у тебя не хватает, блин, развития там и так далее. Авангард. Если ты был нормальным пацаном, вообще-то тут не писал авангард. А что бы я должен был писать? Какое-нибудь другое имя, вот, например, нормальный пацан, ну там, сын таджикского народа и так далее. Что ты несешь, братан? Авангард, да знаешь, кто такие? Авангард это тех людей, которые, я извиняюсь, это плохое слово, конечно, но нет, давай я не буду рассказывать. برای امو تو پوزی تو ناومده در روسیه خونده است با بازار ما برادر 6 سال خوندستم 6 سال 6 سال چی رو دیده همه حیات؟ چی رو دیده حیات در 6 سال؟ اما که ما زیاد دو چی گفتنیم که امی مشکلات اساسی امی خلق توجیه در این خیلی گپایی که با مثل شما حوزی طرف من گفتستین هی امی تا چی رو دیدگی ات چیکو کگی ای کگی شما همی گپا را گفتستین نه که در همی زندگی اساسی همی خودتان از دستان یگان چی اومگی نیست شما همه وقت ایسان زندگی را که من دگیم هفت پشته زندگی نیست اما زندگی را هم پستشه دگیم هم بلندیشه دگیم تو خدی را ما چیزوی را ما دگیم بستینم بردارم تو زندگی چی را دیده رو که بسوی سوال میتونم سالی 92 نگه نکنم مایل سالی 92 همی سالی 92 من در یوتیوب تماشا کردم همه نیونیکه اوزبک توری زدگم تاجیکستان بود سالی 92 میگه مایل بخدو من اینا برم که میکروفونی که بکش اکه عبدالو میکروفون تونم بکشم از روزیو اکه عبدالو همه سال 92 آخه تو چیکار داره در سال 92 سال 92 را برنامه‌اش بخدا یا پیشروی کنه ما نه آیتیش بدونه که در تاجیکستان چی کسب ما بگم یکمش ملیسای دیمش بالنیسای سومش خای وبوش که چهارمش حافظه ریپر حافظه کنی развитие دولتی داد میزنه ما توجیک شما توجیک نه شما یا ترسانچه که این مردم توجیک уже لخ شده گه مایل بختو مرا نازنم اینا مرا برام میکشم میپرونن چیکار میکنن حالا بختوی تاولو نه که گاو نزنن مردکی مردی روزی چی دیدگی نیست مونا سیستم آیتیش ندارم نه سیستم развитие داره ما همین یگان خیلی نفهمیدم من دیدم که من تیارم به سوالای شما جواب بدم توی سوالم تیار نیست خود سر کردی آیتیش چیزایی گذشت جنگی شهروندی دار کنش نه شما را یک ابنا میگن بعد سر میکنی سالی 92 سالی 92 من سر نکردم سالی 92 ای برادر چی پس داره خودی تو مردک وری مردک باش که همین پروردگار بزرگ یک بار جان در حیات انسان میته همین یک بار میمیریم یک بار میریم تو بگی اچکوی ترمیناتور تاچاش برام بسامی وای در avantgarde ما سوال دارم ممکنه کجا مدی سلام علیکم سلام علیکم برادر و علیکم السلام تو وای میخونی دیپلمات میخونی میجور отношения ها برادر ها بهترین ها где здесь в России да я так понял да
А скажи мне, ты являешься членом движения, молодежного движения «Авангард», я так понял, правильно? Ну, честно сказать, я хочу присоединиться к ним. А, ты хочешь присоединиться, зачем тогда пишешь и говоришь от имени этой движения? Потому что это и есть моя цель. Ладно, Стать представителем этой... Ладно, суть не в этом, смотри. Что тебя, скажи мне честно, что тебя мотивирует, вот это молодежное движение, и в чем суть их существования? Во-первых, это незарегистрированная группа в Таджикистане. То есть незаконная И основная... Правильно? Движение. Да. Но? И я хочу что делать? Я хочу, чтобы стать представителем этой группировки, то есть этой группы. Это не группировка, это молодежное движение. Ты что несешь? Хотя бы... Я извиняюсь, хотя бы научись русский язык. Ой-ой-ой. Ты мне сейчас говоришь? Не, Абдулла, не вам, это «Авангард». Он только что тут базарил, то, что он знает русский язык, я извиняюсь, конечно, но я общаюсь на русском языке, если что. Ну, группировка, это знаешь, что такое группировка? Пускай человек отвечает, пускай сколько он может, настолько и, по своему знанию пускай отвечает. Ну нет, смотрите, если он бы сказал, что... Авангард, у тебя имени нету, да? Вот меня Абдулла зовут, тебя как зовут вообще? Да можешь назвать меня Авангардом. Не, Авангард, это получается, вот я со стеной разговариваю, то же самое, что ты представляешь себя стена или стекло, пол, я не знаю. Тут написано «Авангард», значит, ты можешь обращаться как «Авангард». Авангард, смотри, вот Бензот или Салмон, он представляет группу 24, его зовут Салмон, правильно? И ты хочешь присоединиться к молодежному движению «Авангард», а ты имя свое не можешь сказать. И ты одел женские очки и маску надел. Тем более ты учишься, юристом учишься. А кого ты боишься вообще, скажи мне? То, что касается моим очкам, это не женский, во-первых, это очень дорогие. Подожди, не твоим очкам, это другое слово. Братья, не трогайте его. Я сейчас с ним разговариваю, дайте добро, и я с ним продолжаю беседу. Скажи Авангард, вот помещение, ты в помещении одел черные очки, правильно? В помещении. Раз. И во-вторых, все участники, все члены молодежного движения «Авангард», все такие, которые боятся, да, я так понял? Не хотят показывать свое лицо. Сам себя отвечай, вопрос задавай. Какой из тебя храбрый мужчина, который он боится лицо свое показать? Ты же не на войне, а ты просто в диспуте. Хотя бы сначала научись русский язык. Не надо сказать очко значит. Это кто говорит? Это Авангарду говорит, тебя какая-то там дело нету, да мое очко говорит. Не перебивайте его. Ты здесь, Авангард? Авангард, ты утонулся, что ли? Ура! Я пойду на Нет, человек, который учится в международном факультете, международные отношения, и он не может говорить на русском, и он не может говорить, что это за движение, это группировка, я хочу присоединяться. Иди вон там где-нибудь в какой-то группировке присоединяйся. Я не хочу оскорблять, но это абсурдно. Какие они орзуи چی یعنی در چی آرزو دارن در یک گروه غیر رسمی که کلا جنایتکارن واقعا اگر اون جنایت این گروه غیر رسمیه اولی رئیسش شدگی نیست نیتوش رئیسش شدگی نیست سودی اولیا прокуратура گفت که вай даряго قید شدگی نیست نه пайдо шуд го может давай продолжим разговор. Давай экран открывай, ты что? Не надо сказать. Сам себя открой, там, нажимай на камеру, у тебя там стоит этот. И больше не скажи. Слышно, да?
Мы тебя не видим. Ладно, тебя видит, не видит, нет разницы. Все-таки у тебя лицо закрыто. Ты одетый как женщина в хабе, понимаешь? Ну, блин, я тебе так скажу, авангард, больше не скажи очко. Очко это разное слово. Очки это другое слово, очко это другое слово. Братья, не перебивайте, я сейчас не знаю, с кем я разговариваю. Дайте авангардскому пацану, пускай разговаривает. Все-таки это человек